الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران مسلمانم، الله سبحانه و تعالی هر یک شما را رحمت نماید و به شما برکه را عنایت بکند. امروز به بنده یک صحبت حزبی را که محمد اقبال صدرالدین هست ارسال نمودند که زیاده از 8 دقیقه صحبت کرده و این صحبت را در یوتیوب گویا که به من نسبت دادند و گذاشتند و به من ارسال نمودند. بله، این صحبت ها را گوش کردم، اگرچه در این صحبت ها یگان ذره صحبت حق یا که کلام الله یا که سخن رسول الله یا که از دین صحبت نمی رود، بلکه همه تهمت است و دشنام است و بی ادبی و بی اخلاقی هست. با وجود همین گوش کردم تا بدانم که اینها در کدام درجه و در کدام بگویم مرتبه انسانیت و در کدام درجه آداب و اخلاق و چی انسانیت دارند. و از همه مهم برای ما این است که دینشون چی است، زیرا که اینها به دین ما مخالفت دارند، نه به خود شخصی ما. بعد از گوش کردن این 8 دقیقه خود به خود گفتم که بله، محمد اقبال صدرالدین با همین حکومتی ها که مثل خودش هستند صحبت کرده و از بی عقیدگی باز به همون بی شرفی و بی آدابی و بی اخلاقی غوطه زده است. باور بکنین ملت تاجیک، ما میگوییم وای وای بر حال همان ملتی که پیشوایش از همه انسانی که خود را پیش قدم این ملت و سردار این ملت میگیرد مثل محمد اقبال صدرالدین باشد. وای بر حال این ملت، زیرا اینها از همه جانب از علم و از خرد دور هستند، نه فقط از علم دینی بلکه از دنیوی، نه فقط از عقلی که مسائل شریعتی را میفهمد بلکه از عقل انسانیت، نه فقط از مدنیت و فرهنگ اسلامی بلکه از یک آداب فطری انسانی دور شدند. نخود با این سن سالت که شاید 50 ساله نزدیک باشی، فرزندهایت بزرگ است، اهل عائله و خاندان داری، مگر تو از این همه مردم تاجیکی که تو را مشاهده میکنند و از این اهل عائلت که تو را میبینند شرم نداری؟ یا که شرم تو را این بحث و مناظره هایت که با این طاغوت ها کردی گرفت، یا اون تهمت هایی که در حقت کردند، صحبت هایی که در حقت کردند، بعد از این شرمت دیگر نابود شد؟ اولا ما میگوییم در مسئله آداب که آداب یک مسئله شرعی هست، یک طلبات دینی هست. روایت آمده است که میگویند این مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. مردم از سخنهای همه پیامبران یک چیز را تعلیم گرفتند که اگر شرم نداری هر چیزی را میخواهی بگو. به خاطر اینکه الحیاء شعبة من الایمان، حیا این شعبه از ایمان است. در روایت آمده است حیا شرم این از ایمان است.
اما وقتی که شرم نداری، حیا نداری، انسانیگری نداری، فطرتت تغییر یافته، انسانیتت نابود شده، پس به دیگرها هم مثل خودت معامله میکنی. حالا میمونیم صحبتهایش رو و کم کمی در بالای صحبتهایش جواب میگوییم. به تهدیدهایش، به صحبتهایش، به حجتهایش نظر میکنیم و در یوتیوب وجود دارد. بعضی خطرها را برای ما گفتند. ابو دجال گفتن یا ابو مدنی ابو دجال. من اول که او را مردکش نمیدونم. اولین تناقض، اولین طعنه بر دین که این بعد دیدن کلمه ابو محمد است و این البته انکار این کنیه بار دیگر یک کفر است. بعد دیدن این عمل این بار دیگر کفر است. یکی از شکننده های اسلام همین است. من ابغض شیئا مما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم کفر. هر کسی بد بیند یک چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن کفر میشه. نام رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد بود. کنیه اشون ابو القاسم بود. عمر کنیه اشون ابو حفص بود. ابو بکر نامشون عبدالله ابن عثمان و خودشون ابو بکر گفته می شدند. و این چنین صحابگان زیاده، نه فقط مردهای بزرگ بلکه از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که وقتی در کوچه راه میگشتند رسول الله یک کودک را دیدند، یک خردسال پسر بچه را دیدند که با پرنده بازی میکرد و بعد از یک چند روز گذشتن که دیگر بدون پرنده بازی میکند. گفتند یا ابا عمیر، ای ابا عمیر به پرنده چی شد؟ ببینید یک پسر بچه که حالا کودک است پیامبر صلی الله علیه و سلم به او لقب ابو عمیر موندند اگرچه فرزند ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این عمل جایز بود و این عمل را رسول الله جایز دانستند و این از سنت رسول الله است، این از فعل صحابگان است و این از سنت همه مسلمان ها است. تا امروز هر عالمی که شما تاریخش را میبینید که هم نامش، هم نام پدرش و هم کنیهش گفته شده است. نام ما معروف است، الحمدلله نسب ما معروف است و نسب ما الحمدلله اون نسب هست که جای طعنه وجود ندارد و این چنین این کنیه حقیقی است که فرزندم الله حفظش بکند محمد است و من هم ابو محمد است. اما شوخی کردن با این کنیه، مسخره کردن این کنیه، انکار کردن این یک بدبختی و جهالت است و ندانستن مسائل شرعی و به حکمت و به فرهنگ و به تربیه بودن است. اگر تربیه شرعی می داشت هیچگاه این چنین معامله به کنیه نمی کرد. تو به من دشمنی داری؟ چرا به سنت رسول الله داری طعنه میزنی؟ آیا به من دشمنی داری یا به دین؟ خودی مردم قضاوت بکنید. دشمنی اینها به شخصیت من نیست. من با محمد اقبال صدرالدین تجارت نکردم، همنشین هم نبودم، به او ضرری نآوردم. مشکلی ما این است که ما آنها را یک چند سال است که دعوت میکنیم به بالای قرآن و سنت، به بالای دیگر، به بالای مذهب ابو حنیفه بگویید، به بالای مذهب ابو حنیفه که بیایید شما که خود را مسلمان میگویید، شما که انمین مبارزه خود را مبارزه قرآن و سنتی گفتید، نام مذهبتون را، نام دینتون را گفتید حزب نهضت اسلامی، نام این جماعتتون را اسلامی گذاشتید. ما گفتیم ما از همین ملت هستیم، به نام دینه که ما همان دین را دوست داریم و با همان دین دینداری میکنیم، شما این نام مذهبتون را نگذارید. یا که موافق به دین باشید یا که نام مذهبتون را دیگر بکنید، یا که موافق به قرآن و سنت باشید یا که مردم را از نام قرآن و سنت فریب ندهید. ما دیگر هیچ چیزی نگفتیم. طلبات ما از اینها از اول تا به آخر با تمامی یک مسلمات، چیزهای عادی و به سخنهای عادی همین است که بیایید
به سوی قرآن و سنت. اما مشکل اینها همین است که نفاق دارند و نفاقشان نفاق اکبر است. چگونه که الله در قرآن میگویند زمانی که و اذا دعوا الى الله و رسوله، زمانی که دعوت کرده می شود به سوی الله و رسول، اینها میگویند که نه، ما به سوی قرآن و سنت نمی رویم، ما به همون کار می رویم که خودمون خواستیم، پدر و باباها رئیس و قوممون را یافتیم. انا همین است. قالوا ما وجدنا علیه آباءنا، پیروی از همون حزبشان میکنند، دین را به یک طرف کاملا گذاشتند. اگر دین را به یک طرف میگذاشتند و خاموش میبودند خوب بود، اما افسوس که اینها به نام دین سخن میکنند و دین را به خود نقاب کشیدند و مردم را میگویند که انمین دین است، یعنی دین انمین شرک و کفر است. وظیفه من یک طالب علم چیست؟ وظیفه من طالب علم فقط قرائت کردن و شکم چرانیدن است یا که حمایت دین است؟ علما از پیامبر چی را میراث بردند؟ العلماء ورثة الانبیاء، علما میراثگران پیامبر هستند. لم یورثوا دینارا ولا درهما، پول مال میراث نبردند، انما ورثوا علما، علم را میراث بردند. علم همین است که حق و باطل ما بیان میکنیم. وظیفه ما همین است که به شما ای مردم میگویم که اینها باطلند و نام دین را استفاده میبرند. وقتی که برادران زیاده، خواهران زیاده، مردم به این سخن ما متوجه شدند و حقیقت اینها را فهمیدند، امروز دارند به ما همچنین با یک نوجوان مردانه هجوم میکنند و تهدیدها میکنند و ما در موضوع تهدیدش هم صحبت میکنیم. دوام سخنش: پس ابو دجال گفتن این احمقی است، زیرا که دجال اصلا دجال حقیقی پدر ندارد. فرزند من الحمدلله یک پسری هست که دعا میکنم که الله موحدش کند، دعا میکنم که الله سبحانه و تعالی نابود کننده شرک و کفرش بکند، بگوید آمین. اما فرزند ما این چنین از حلال است، الله حفظش بکند، عالمش کند و موحدش کند. اما ابو دجال گفتن این یک بی آدابی و بی اخمقی است که خودی که من میلش فرزند من را دشنام دادن است. اصلا فرزند من را دشنام دادن به تو، من به فرزند تو یگان مراتب صحبت کردم. الله هدایتت بکند. این دلالت میکند که اینقدر حسد شما، بغض شما سخت شد که خودی من که من به فرزند و به اهل عائله در آمدید. به همون قاعده با من داری صحبت میکنی که طاغوت ها با تو داشتن صحبت میکردن. از الله بترس، از الله بترس، زیرا که در رو بروی من تو قیامت وجود دارد. قسم به الله این سخنهای جاهلانه گفتنی تو بخشیدنی نیست. دوامش: مردکش نمیدونم، اما ابو محمد رو ابو دجال، اما ابو دجال اگر مردک باشد خونسا نباشد. من میگم که نرموده، اگر نرموده هم باشید باید قفای شریعت اسلام همی خونسا را در قفای در نماز خوندن میگه در قفای مردک رو بیت نماز خوند. باور بکنین اصلا این سخنها حاجت به جوابگویی نیست، زیرا که اینقدر انسان مرد، اینقدر درجه پست رفتنش و اینقدر به نامردی رفتنش و اینقدر بیشرم شدنش، باور بکنید من در بیدین ها هم ندیدم. بیدین کافر در خودش یک مردیگری دارد، فطرت مردی دارد که سخنهای زنانه رو نمیگوید. سخنهای زنانه انمین سخنهای محمد اقبال صدرالدین است که یک و یک باره به طعنه میگذارد. این صفتی زنهای مسلمان نه، این صفتی زنهای فاحشه است. لیکن به این چی بگویم؟ میگوید که تو اگر مرد باشی، اگر ترانسیت این کلمه ها را تو میدانی، تا آنجایی که مردم میدانند تو محمد اقبال صدرالدین خودت این کلمه ها را خوب میدانی، برای همین به زبانت هم خوب اومده شده است و خودت این چیزها را میدانی، برای همین ما را طعنه میزنی. در همین مروری چندین ساله که من دعوت میکنم، هر کسی که در خودش یک کمبودی دارد به سر ما میزنه. بعضی ها حسد دارن، ما رو حسد، بعضی ها کبر دارن، ما رو میگن کبر، بعضی ها میگن سبحان الله این خوارج است، در حالتی که خودشون همه رو تکفیر میکنند و مانند قبوری ها و غیره و عازری ها. و بعضی ها ما رو همچنین نببینید به این طعنه ها طعنه زدن، میترسم که خودشون هم همچنین باشه.
و بعد از این ببینید یک مرد رو، یک انسان رو که خودش رو مسلمان میگوید، یک مسلمان رو طعنه زدن به این که تو نامردی یا که تو مرد نیستی، من تو رو مرد نمیدانم، تو خونسا هستی یا که ترانسیت و این چنین کلمه ها میگوید، از نظر شریعت این تهمت است و این قذف است و به اجماع علما انا همین انسان از نظر اسلام و از نظر قرآن باید 80 دره زده شود یا که 4 شاهد بیارد و اثبات بکند. در سوره نور آیت 4 الله میگوید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. آنهایی که زنهای مسلمان را، در این آیه آمده است و ابن جریر طبری و ابن کثیر میگن که همچنین مردها را، یعنی هر کسی که یک مرد مسلمان و یک زن مسلمان را طعنه میزند به زنا، یک مرد را طعنه میزند به نامردی و به یگون چیزی دیگر، باید 4 شاهد بیارد. اگر 4 شاهد نباشد حکمش 80 دره هست و هیچگاه شهادت این دیگر قبول نیست و این از جمله فاسقان است. به حکم الله نازل کرده آشکار و واضح ضدیت میکند. الله من کرد، ما به تو بله ضدیت کردیم به خاطر اینکه گفتیم در اساس قرآن و سنت و اجماع سلف صالح، صحابگان، تابعین، تبع تابعین، در اساس 4 مذهب شما در راه کفری و شرکی هستید. شما نباید دین اسلام را اینچنین آمیخته کنید و به خاطر سیاست های پلید کفری خود دین اسلام را عوض بکنید و به خاطر کرسی خود دین اسلام را استفاده برید. شما فکر نکنید که مسلمان ملت تاجیک مرده است. نه والله، به تهدیدهایت میبینیم چگونه تهدید رو میبینیم. بدانید که شیر بچه های مسلمان زندند و ما میدانیم و البته که اسلام ما دفاع میکنیم و حالا دفاع کردن اسلام همین است که ما به شما میگیم اسلام را استفاده نبرید، اسلام را نقاب گرفته تغییر ندهید، اسلام انمین است، انمین کفر شرک اسلام است نگویید. این اسلام نیست. شما دروغگوها هستید. شما کسانی هستید که از دروغ خود دین خود را فروخته از بالای این پول مبلغ کار کرده زندگی میکنید. مبارز هستید یا نیستید این جگر جوش است. به مبارزه تو کسی کار نداشت. صحبت ما فقط در حالت استفاده بردن دین و تغییر دادن دین است. شما حق ندارید که دین 1.5 میلیارد مسلمان ها را بیایید 1400 ساله دینی که حفظ شده است تغییر بدید. انمین دین است بگید، دموکرات دین است بگید. این در هیچ جا نامده است. این دین نیست. دموکرات دین اسلام نیست و قبول ندارد. این کفر شرک است، مرتد است، کافر است، زن طلاق است. اگر این عقیده را داشته باشی بدون که فرزندات همش ولد و زنا است. انا این چنین جواب هم دارید. پس مرد بودن ما الحمدلله ما را الله مرد آفریده است. و اما در مسئله سخن دوامش میگویم شریعت اسلام همی خونسا را در قفای در نماز خوندن میگه در قفای مردکا بیست نماز بخوان. یعنی که در فقه در کتابه به نام خونسا، یعنی که حقوق خونسا را بیان کرده گیدن چه نرمودا باید در صف بعد مردکا باشه پیش از صف زنکا باشه. اگر تو مرد اسکندر نام داره نامش اسکندر تو خود اگر مردک میدونی ابو دجال برو با چهره قطعی رنگی عروسا بری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلان. پیش از استهزاش میگیم که در مسئله برو با چهرت صحبت بکن، من ملزم نیستم. از نظر شریعت من وظیفه دار نیستم، مسئول نیستم که برایم با چهرم صحبت بکنم و این اختیاری من است. من نمیخوام که از پشت دین خودم مشهور بکنم. شما هستید که دین میفروشید. شما هستید که از راهی فروختن دین و تغییر دادن دین زندگی میکنید. شما هستید که دین در نزد شما ارزش ندارد، لیکن الحمدلله دین در نزد ما ارزش دارد. اما
بار دیگر میگم که ببینید گشته و برگشته تو اگر مرد باشی، اگر نامرد نباشی، اگر مدینه نباشی، نرینه باشی. من بعد از این سخنش گوش کردم یک چیز به خاطرم رسید. محمد اقبال این سخنی مرا گوش میکند، فرزندش گوش میکند، زنش یا اون کسی دیگر، اولا به شرم شما را دعوت میکند، به شرم دعوت میکند، به حیا، به حیای اسلامی نه. شما اسلام ندارید، شما مشرک کفار هستید، شما حیا ندارید، لیکن به حیای فطری انسانی که در فطرت است. اما این محمد اقبال صدرالدین فطرتش هم تغییر شده، فطرتش هم نابود شده است. همون فطری یک حیای شرم ندارد. کفرها حیای شرم داره، این ندارد. وقتی که حکومتی ها محمد شریف عبدالعلیم رو خیلی تو مودستی یا نرستی یا مودستی گفته چندین وقت اذیت دادن، ما از این چیز آگاه هستیم، خیلی این اذیت دادن. فیلم ها ساختند که تو مرد نیستی، تو مودستی، خیلی ما این چیزهای گفته اونها را قبول نداریم. ما امیدواریم که محمد اقبال یک مرد است، انشالله یک مرد است. ما طعنه نمیزنیم به محمد اقبال، لیکن من گفتنیم که همون عصبی محمد اقبال رو خیلی خراب کرده است. اینقدر عصبی محمد اقبال خراب شده است که حکومتی ها اینقدر عصبی اینا خراب کردن که تو نامرد هستی، تو موده هستی، تو مرد نیستی گویان. این علمش رو دارد از من میگه. عیناً سخنهایی که حکومتی ها به بالای این گفتن اکنون دارد به ما میگه تو موده نباشی، تو مرد باشی. اعوذ بالله. ما به این سخن جواب نمیدیم. یک جواب داریم: اتقوا الله، از الله بترس. جواب به همین پایان است. دوامش همین که سبحانك هذا بهتان عظیم. الله تو پاک هستی. و این سخنی که این مرد میگوید، قسم به الله، نامرد و مرد و این همه بهتان عظیم است و سخنهای پوچی به من است. اما در مسئله خوندن من، قرائت کردن من که مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو من چگونه گفته باشم، خیر ببینیم چی میگه. نرمودا باید در صفی بعد مردانی ابو دجال برو با چهره قطعی رنگی عروسا وری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلانی مرتضی فلانی. الحمدلله صدای من صدای مرد است، یگان جایی به عروسا نزدیکی ندارد. الله سبحانه و تعالی هدایتت بکند. به این دشنامی کرده، به این بی‌ادبی کرده، به این یک بی‌مدنیتی که کردی. من فکر نمیکنم که تاجیکان سخنی تو را قبول دارند. تاجیکان بی‌مدنیت نیستند، اگرچه بسیاری ها از دین بیخبرند اما بی‌مدنیت نیستند، از دین بیخبرند اما اینچنین نامرد نیستند. یگان مردکی که یک فطرت مردی دارد، یگان کسی که ذره مدنیتی همین تاجیکی دارد، آداب و اخلاق تاجیکی دارد، صحبتی چی گفت که این یک احمق است، دیگر چیزی نیست. تو از آینده هم شرم می‌دار. اما در مسئله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو گفتن، اولا الله ما را امر کرد که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. زمانی که قرآن رو میخونی، پیش از خوندن قرآن یا یک آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از همین جهت ما هر باری که یک آیت رو میخونیم به همین آیت عمل کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگیم. من یگان مراتب طرزی که همین محمد اقبال میکند نگفتم. پس این استهزا کردن به یک آیت از آیات‌های قرآن است یا نیست؟ بله، به یک آیت از آیات‌های قرآن استهزا کردن، زیرا که در قرآن آمده است اعوذ بالله السمیع العلیم و این آیت قرآن است. استهزا کردن به یک آورده شریعت است. ببینید، حالا یک دقیقه اکنون صحبت کرد. دومین سومین کفر از نظر چهار مذهب، مذهب ابو حنیفه، مذهب مالک، الشافعی و احمد ابن حنبل رحمهم الله، به اتفاق و به اجماع علما، هر کسی که در بالای یک آیت قرآن استهزا میکند حکمش چیست؟ کفر است و ردت است. نخواهید نظر بکنید به آیت قرآن. الله سبحانه و تعالی بیان کرده گفت لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم فذوقوا العذاب. یعنی کسایی که به دین اسلام استهزا کردند، اینها کی بودند؟ اینها صحابه ها بودند.
کسایی بودند که به رسول الله ایمان آورده بودند، به الله ایمان آورده بودند، خودشون مسلمان گفته بودند، اما در جنگ تبوک برای وقتی خودشون خوش گذرانیدن استهزا کردند. استهزاشون خیلی که در تفسیر تبری آمده، صحابگان را مسخره کردند. مسخره کردند صحابگان را و بعضی از حرکت آنها را و جسم آنها را مسخره کردند. الله سبحانه و تعالی آیت را نازل کرد، گفت بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. ای کسایی که مسلمان بودید و خودتون مسلمان میگفتید، به رسول الله ایمان آوردید، آیا به الله و به رسولش و به آیت‌های الله دارید استهزا و شوخی میکنید و مسخره میکنید؟ لا تعتذروا، عذر خود را پیشه نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، همانو که شما کافر شدید بعد از الله اکبر. به اجماع همه این امت، به اجماع صحابگان و سلف صالح رضی الله عنهم، همه اشون اجماع میکنن که استهزا کردن به یکی از آیاتهای قرآن، استهزا کردن به یکی از شعار اسلام کفر اکبر است که حتی جهل، ندانستم، نفهمیدم، بخبر کردم، شوخی کردم، عذر نیست. این کافر است بعد از ایمانش، یعنی این مسلمان باشد هم بعد از این کافر است و مرتد است و مشرک است. جنازه برایش حرام است، زنش برایش طلاق است. آیت قرآن است. برای چی به من ضدیت میکنی؟ چرا مرا بد میبینی؟ اگر این آیت رو من به تو گفته باشم به خاطر همین آیت مرا بد دیده باشی، مرحمت، قرآن در نزدت هست، بگیر، بکشا، بخون، ضدیتت رو به قرآن بکن. اما دیدیم که بله آشکار واضح به قرآن ضدیت میکنه، آشکار واضح اینها به قرآن ضدیت میکنه. بارک الله فیکم. نظر بکنید به سوره توبه وتی 65 که در اینجا آمده است ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر سوال کردی که شما چیکار میکردید، اینا میگن که خرک بازی کردیم، یک شوخی کردیم. الله میگه قل ابالله، آیا با الله و آیاتهای الله و رسولش دارید استهزا میکردید؟ نه، این مسائل استهزا را نمیبردارد. محمد شریفی بگیم، محمد اقبال صدرالدین، این مسائل استهزا را نمیبردارد. با دین اسلام شوخی نکن. با من شوخی کردی، با بالای من همه دشنام کردی، حقارت‌های کردی، تحقیر کردی، اما با بالای آیت نکن. قسم به الله این قرآن حمایتگرها دارد. یک و اولین حمایت کننده این قرآن الله هست که استهزا کنندگان را میزند. صحابگانی که در زمان رسول الله بودند و صحابه بودند، به رسول الله ایمان آورده بودند، در جهاد بودند، الله اونها را نبخشید. توی مشرکی گشته و برگشته باز استهزا میکنی، اگر توبه کرده ترک نکنی به عذاب گرفتار میشه. عذاب عقوبت سخت در نزد است. و این یگان طعنه نیست. من وقتی که میگم که مشرک شدی، این عملت کافر شدی، یا که میگم که از الله بترس، این یک نصیحت است برای تو. من تو رو یگان مسخره نکردم، شوخی نکردم، درباره پدری تو صحبت نکردم، درباره مادری تو من صحبت نمیکنم. پدر و مادری تو این یک چیزی احترام شونده در نزد تو هم در نزد منم. فرزند و زنی تو هم میخیل است، احترام میکنی. ما به این چیز داخل نمیشیم. مردیگری، انسانیت، البته همون آداب و اخلاق اسلامی وجود داره. پس با این یک ریده دیگر است، استهزا یک ریده دیگر است. حالا یک دقیقه صحبت کرد، 3-4 کفر دوامش. قطعی رنگی عروسا وری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلانی مرتد، فلانی کافر، و روی کتشا لعنت کرده. الله بود رو دنیج رنگ انسان وری دجال نبوده، چون رنگ انسان دوباره گبزه همه را کافر حکم کرده است. اولا لعنت کرده الله گفتن این سخنی باطل است. از کجا میدونی که ما لعنت کرده الله هستیم؟ حجت از قرآن و سنت داریم. ما از قرآن و سنت داریم که هر کسی که به جنت داخل نشود، هر کسی که بخشیده نشود، پس این مشرک است، این لعنت کرده الله است. کسایی که علم، ببینید، کسایی که حقیقت پنهان میکنند،
الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اون کسایی که الله اونها را لعنت کرد، ملائکه ها لعنت کرد، انسان ها، جن ها، همه لعنت کردند. این کسی هست که حق پنهان میکند، سخن حق نمیگوید، قرآن در نزدش هست، قرآن به انکار میکند. لعنت کرده خودت هستی. بگیم لعنت شده خودت هستی. برای اون که تو خودت طالب علم میگویی، یک بگویم مفتی میگویی، پس اگر طالب علم باشی تو آیت های قرآن خواندی که کسی که شرک و کفر میکند این مشرک است و شرک و کفر الله حرام کرد و الله مشرکین نمی بخشد. سوره نساء 48 ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله حرام کرد جنت را برای مشرکین. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. بازگشت مشرک جهنم است. همین آیت خونده. برای چی با فتوا برای شرک میتی؟ برای چی باز دعوت به سوی شرک میکنی؟ برای چی میخواهی مردم مسلمان به خاطر شرک خونریزی بکنند و بمیرند؟ یک کمی رحم نداری، نه به خودت نه به مردم. پس بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیز، عیناً خودش به همون صحبت گفتش گرفتار شد. در اساسی لیکن ما در اساس سخنهای بارک الله فیکم در اساس سخنهای کوچه نمیگوییم، در اساس سخنهای کوچه نمیگوییم، در اساس سخنهای بارک الله فیکم قرآن و سنت. قرآن و سنت. سبحان الله. اما میگه که تو همه را تکفیر کردی. ببینید حکم کرده است او روی چت شو لعنت کرده. الله خورد بکند. میگه روی اوچت سیو. الحمدلله اوچه من رو الله حس بکند. مادر عزیزی من رو که با وجود این همه مشقت زندگی، با وجود این که سبحان الله همه مادرها فرزند خودش را برای پول جمع کردن رای میکنند، برای مبلغ جمع کردن و برای خانه پوشی و برای این و آن صرف میکنند. مادرم از کودکیم غیر از تعلیم دادن حق، غیر از گفتن لا اله الا الله، غیر از به پیش فقط به شجاعت و به حق گویی و به راست قولی و مردی و خود را به اسلام بخشیدن دیگر تعلیم نداده است. مادری من رویش سیاه است. مادری تو را من هیچ چیزی نمیگویم. مادری تو را الله هدایت بکند و نصیب بهترین هدایت اسلام باشد. اما تا امروز در حق مادرم من در هیچ جای صحبت نکرده بودم، اما امروز کمی میگویم که مادری من هست که مرا تعلیم داده. مادرم هست که در خردسالیم وقتی که کودک بودم، زیاده از سنی بگیم 8 ساله و 7 ساله و کمی سنی تمیز 10 ساله، هزارها مراتب، زیاده از 100,000 مراتبه مرا لا اله الا الله گویانیده. و از این چیز خود مادرم و برادر خواهرانم شاهد است. مادرم الحمدلله یک مادر موحده است، یک مسلمه است، یک پاکیزه است. الله حفظش بکند و رحمتش بکند. و الله سبحانه و تعالی به سبب این صحبت های ناشایسته تو باز درجه مادرم را بالا ببرد. و روسیا گفتن یک زن مسلمه، یک زن مؤمنه و یک زن موحده، این در حقیقت طعنه است. بار دیگر اگر محکمه شرعی باشد به محکمه شرعی کشیده میشه. مادری من به تو چی کرد؟ فرزندی من به تو چی کرد؟ پدری من به تو چی کرد؟ تو مرد هستی؟ بیا هر چیزی که میخواهی به خودم بگو. چرا به گرد اطراف میروی؟ ما از خودت به اون طرف نمیرویم. الله مادرم رو حفظ بکند و از مادرم معذرت خواهی میکنم که به خاطر من، به خاطر این دعوت من، مادر مرا بسیار کسانی اذیت دادند و سخنهای ناشایسته میگند. لیکن به مادرم گفتنی هستم که این چنین حادثه بود و می شود و بسیار از مادران علما بودند که همچنین اذیت را کشیدند.
بمانند مادر شیخ الاسلام ابن تیمیه و نامه مادر شیخ الاسلام تیمیه این چنین موجود است. فقط ما میگوییم که حفظک الله، الله تو را حفظ کند مادر عزیزم و حسن خاتمه را به همه ما و شما نصیب بکند. روی و چت سیاه لعنت کرده الله خود رو در نیچه رنگ انسان مورد دجال ابو دجال رنگ انسان ببرو گبزه همه را کافر حکم کرده است، همه را کافر حکم کرده است، خود همه را کافر حکم کرده است، همه را کافر حکم کرده است. اینا نامش میگن متهمی. یک کودک وقتی که گریه میکند عیب دارد، عیب خودش یک طرف میموند و بعد از این متهمی را شروع میکند پوچه که به زمین ها زده. اینم همین است. بعد از اینکه مرا دشنام داد، مادری مرا دشنام داد، فرزندی مرا دشنام داد، بعد از این به نظرم یکی عقلش کمی کار کرد، یک فطرتش کمی به خودش اومد و گفت من چی میگم، من چی به این سخنهای گفته شدم. بعد از این که همه را تکفیر میکنه، همه را تکفیر میکنه. بگو کی را تکفیر کردی، بگو کدام مسلمان را تکفیر کردی. بعد از این حالا میگه که استاد من محمد محی الدین کبیری، من و دیگر و دیگر شما را من نه تمام امت اسلام کافر میگن. به خاطر اینکه شما یگان دروازه کفر شرک نماند مگر اینکه داخل شده. بیهوده نمیگویند، آخر بیهوده نمیگویند. تکفیر کردن این حکم سوره قل یا ایها الکافرون برای چی آمد؟ و در کتاب شرح السنه، در کتاب السنه البربهاری خوب میگن که هر کسی که به شکننده اسلام واقع شد الله دشنام داد، رسول الله دشنام داد، یا که به یکی از شکننده های نواقض الاسلام داخل شد و تو این دیدی دانستی وجب علیک ان تخرجه من الاسلام، به تو ای مسلمان واجب است، فرض است که همینه تو از اسلام بیرونش بکنی، گوی که مسلمان نیست. به خاطر اینکه کفر اسلام آمیخته نشود، به خاطر اینکه شرک اسلام آمیخته نشود، به خاطر اینکه اسلام حفظ شود به حقیقت باقی ماند. بیهوده تکفیر کردن همیشه ما من کردیم و من میکنیم. مسلمان را تن حرام است، کفر است، اما کسی که قبوری است، کسی که دین اسلام بازی میکند، مسخره میکند، شوخی میکند، استفاده میبرد، تغییر میدهد، تمام حکم الله آورده را به یک جانب گذاشته، حکم فرانسوی را انمین اسلام است میگوید. کتاب قرآن نامش قرآن لیکن در درونش فقط حکم فرانسه وجود دارد. این کسی که کفر نگه خودش کفر است، به اجماع علما است. من لم يكفر المشركين او شك في كفره او صحح مذهبهم كفر اجماعا. به اجماع کسی که مشرک نگه کفر است. ما در این باره حلقه زیاده کردیم. محمد اقبال صدرالدین میتوانید درایی و استفاده ببرید. و تکفیری که ما شما را کردیم به خاطر همین است که همین راه روشی که شما گرفتید، قاعده فرانسوی را گرفتید و بعد از این گفتید که انا همین علمانی لیبرالی انمین اسلام است، اسلام انمین است گفتید، انمین موافقت به اسلام است گفتید، انمین حق است گفتید. به خاطر همین ما شما را تکفیر کرد. برای چی؟ برای که اسلام این نیست. اسلام این قانون فرانسوی نیست. اسلام این گفته تو و استاد دجالی مشرکت نیست. اسلام این همان چیزی که در قرآن و در سنت و در نزد صحابگان بود. انمین است اسلام. شما مردم را در یک چند سال فریب داده ایستادید و اسلام را تغییر داده ایستادید. ما به خاطر همین شما را گفتیم مشرک. اگر نخواهید بیایید، اولا من پیشنهاد میکنم به محمد اقبال و به فرزندش و به جماعتش و به محی الدین کبیری و به فرزندانش که اگر خواهید که به همین شرکتون مشرک وفات نکنید و جهنمی نشوید، مرحمت 66 حلقه درس ما که درباره الحکم بغیر ما انزل الله است گوش بدید. ثانیا یا که مرحمت به این گروه ما بیایید، رو به رو صحبت کنید. چهره زیبای تو را آقای محمد اقبال صدرالدین دیدن نمیخواهم، چهره تو را دیدن نمیخواهم. برو به صدایت صحبت بکن و با همین صدایت اثبات بکن که حکم فرانسوی، حکم علمانی یا حکم ساخته تو و حکم پدری تو یا مادری تو، یا که بگم حکم اجداد من و تو که در تاجیکستان هستند، یا حکم آقای محی الدین کبیری یا که جماعت شما، انمین اسلام است. اما قرآن اسلام نیست. من در اساس صدها آیت بیان کردم و یکی از آیت مشهورترین که برای امروز مسلمان ها بیان میکنم همین است که الله سبحانه و تعالی میگوید
ولا يشرك في حكمه احد. در حکم الله کسی را شریک قرار ندهید. اگر شریک قرار داده پس چی میشه؟ مشرک است. الله سبحانه و تعالی قسم خورد برای کافر بودن کسانی که حکم غیر الله به مراجعه میکنند. در سوره نساء 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، قسم بر رب تو ای محمد. الله خودش به خودش قسم خورد و گفت که قسم میخورم بر رب تو ای محمد که مؤمن نیستند این مگر تا همان زمانی که مراجعت به محکمه طاغوتی کنند و حکم های اسلام قبول بکنند. پس این آیت ما چیکار بکنیم؟ سوره نساء 60 الله میگوید که الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك ومن قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. زیرش ابن کثیر میگن که به اجماع علما این چنگیزخانه که زیاده از 30-40% حکمش از حکمندش از تورات انجیل بود و بینواد از امروزه حکم هایی که محمد اقبال صدرالدین میگوید بهتر و افضل تر بود، لیکن به اجماع علما کفر. حتی اونها خودشون مسلمان میگفتند. بعضی نبیذروای چنگیزخان خودشون مسلمان میگفتند، به خاطر حکم کفر شد. شما از همین چنگیزخانان بدتر هستید. شما از همین چنگیزخانان بدتر هستید. انا این آیت قرآن، انا این سنت رسول الله، انا این دین اگر مسلمان باشد مردم تاجیک، انا این انسان اگر مسلمان باشد، ما گفتیم که انا این سخنهای ما در اساس قرآن و سنت و ما گفتیم که در اساس سوره نساء آیت 60 هر حکمی که هست حکم غیر الله است. هر حکمی که هست حکم غیر الله هست، این حکم طاغوت است. یعنی هر حکمی که حکم غیر الله هست این طاغوت. و الله گفت در سوره بقره آیت 256 که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر ورزد به طاغوت یعنی حکم غیر الله و ایمان به الله آورد، به تحقیق چنگ زده است به لا اله الا الله. اگر همین کار را نکرد، به لا اله الا الله چنگ نزد، پس مشرک است، پس مسلمان نیست. بار دیگر میگیم مسلمان بودنی تو یا نبودنی تو به من دخل نداره. ما تو را مسلمان کردن نمیتونیم، ما هیچ کس را مسلمان کردن نمیتونیم. هدایت در دست الله است. یهدی من یشاء یضل من یشاء و یهدی من یشاء. کی را خواهد هدایت میکند، کی را خواهد گمراه میکند. خواهش ما از شما همین است که دین ما را، مقدسات ما را، قرآن ما را، سنت رسول الله ما را شما استفاده برده، اسپارده، دروغ گفته در رو بروی من شما تغییر ندید. اگر من منهج حزب شما را برایم، هر روز در این درس از نام حزب نهضت گپ زنم و آیین نامه حزب دیگر بکنم، دروغ بگویم در حق حزب نهضت، منهج شما را اگر دروغ بگویم، شما به من رد میزنید یا نمیزنید؟ ولی همون روز، همون ثانیه، همون دقیقه. انا همچنین است. ما دوست داریمون الله را، دین را، سنت را، مسلمان ها را سخت‌تر است از دوستداری شما این راه طاغوتی و این راه کفری و این حزبی و این شرکت است. ما قرآن دوست می‌داریم، خیلی هم سخت چگونه که شما همین آیین نامه کفریتون دوست می‌دارید. الذين اتخذوا من دون الله اندادا، اونهایی که بجز الله بختشون انداد گرفتن، یحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. شما دوست دارید همین راه طاغوت را، لیکن بدانید که ما راه انتخاب کردهمون را، راه اسلام را دوستتر و خیلی هم از شما سخت زیاد دوست داریم، راه قرآن و سنت. بله خیلی صحبتمون طولانی شده است، لیکن با میگذاریم. همارا کفر حکم کرده است، همارا کفر حکم کرده است. خود در جای مردان نبره بچه‌راش بانو بیتی پدر و مادر مونده است، نام تا ابو دجال نام. مقصد اینا همین است که من به گروهی نوروم روم نشان بدیم، نام فامیلیم بگویم، رقم دروازه هم بگویم، در کجا تولد شدم، در کجا زندگی دارم بگویم. برای چی؟ برای اینکه اینها بعد نابودم بگن. فکر نکنید که از نابود کردن شما من میترسم. برای اینکه ما میدونیم که اینها همچنین راهی خطرناک بود و هست و ما دانسته به همین راه، خطر این راه دانسته به همین راه قدم موندیم.
شما فکر نکنید که ما به این راه قدم ماندیم برای مشهور شدن و برای کیف و لذت. نه، ما اول پیش از به این راه قدم ماندن راز نیاز خود را به الله گفته، استخاره کرده، وعده خود را به الله داده و بعد از این به این راه قدم ماندیم تا که تا آخر رویم. در تقدیر ما هر چیزی که هست همون میرسه. لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. هرگز به ما هیچ چیزی نمیرسد مگر اون چیزی رو که الله در تقدیر ما نوشته باشه. هیچ چیزی از یاد نمیشه. اما من نمیخوام که خودم رو با چهره‌ام در همین مسائل مشهور بکنم. چی ضرورت دارد؟ در کوچای دین آمده است که دعوت کننده باید چهرهش دیده شود. در زمان قدیم ویدیو نبود، میکروفون نبود، یک نفر در بالای منبر هزارها نفر انسان ها نمیدیدن که وی کیست. بسیار انسان ها علما را نمیدیدن، نمیشناختن، صدایش حتی نمیرفت و منتقل میشد. این قاعده های بافته طاغوتی خود به کیسه‌تون گذارید، به جیبتون گذارید. این کودک بازی رو، این یک شرمندگی، بی ادبی، بی اخلاقی رو به یک طرف گذارید. و این جاسوسی است. و همین جاسوسی رو عیناً سلفی ها به نام بگویم مدخلی ها عیناً همین کرده بودند که در کجا هستی، چی هستی، این هستی، اون هستی. و به من داده بودند سرت رو میبریم این اون میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کسی که شرک کنه مشکل است. عیناً اینها هم همین کار کرده است. اینها در حقیقت با همین تهدیدها، با همین رقم در و رقم خانه گرفتن ها، با همین بوزی ها، با همین ریده، با همین جاسوسی بسیار مردم ترسانیدن. حالا در دوام صحبتش میگه که ما بسیار مردم بردیم، میگه به همون تورمه شیناندیم، چا میشونیم یا نابود میکنیم. خیر ببینید تکل نمو ابو تکل ما نمیشناسیم کسا وقتی که نمود معین های طوری قدر نمود مونده است. نمیدونم که تعلیم گرفته کدام یعنی که جوی تروریستی و اکستریمیستی و انشالله که همه چیزی را می. اولا پدری من همین کنیه هم از پدری من است. الحمدلله کنیه هم بگم از پدری من است. بعد از این من نامی پدرم مونده رو انکار نکردم، وجود دارد، لیکن به کنیه هم میگردم. خیلی که صحابگان بودن رضی الله عنهم سالسا در گوجای تروریستی اکستریمیستی تعلیم گرفتیم. میگن تو هستی که در افغانستان تعلیم گرفتی در همون زمانی که خودتون گویا به امروزه قانون ها به همون گفته سخنتون بودی. تو هستی که چی بودن و در کجا تعلیم گرفتن معلوم نیست. حکومتی ها یک چیز میگن که تو در اینجا به دیگر کار مشغول بودی، در پهلیت بودن میگن که اصلا در دیگر جا مشغول بودی. تو اونجایی که ما میدونیم تو به تجارت و به بعضی فریب ها مشغول بودی. لیکن ما جایمون معروف است، در دستمون الحمد شهادت نامه دیپلم داریم. تو کدام سال در کجا چی تعلیم گرفتی؟ بنده در مدینه منوره تعلیم گرفتم، با تمام حجت های قانونی رفتم، زبان عربی و فکولته شریعت خوندم، دیپلم دارم و این چنین ماجستری رو در یک کشور دیگر تعلیم گرفتم. دارم تقدیم کردم به دکتری در به واسطه مخصوص راه و روش و در یونیورسیته مخصوص داریم در دکتری خونده ایستادیم. و این جامعه هایی که شناخته شده است تمام مسلمان ها این اقرار کردند مگر جامعه اسلامی همین جامعه یگان بر است که تو میگوی این اکستریمیستی است و این است و تروریستی است. یا فراموش کرده موندی تو رولی همین حکومتی ها گرفته یا خطا کرده شده. ببینید با این نهضتی ها میگن که ما به حکومت بیایم عادل میشیم. باور بکنید شما از همین روزه حکومت والله عالم بدتر میشه. خیلی که اهل سنت و الجماعت در ایران با همراه رافضه ها حکومت ایران شکست دادن. اساسی که حکومت همون پادشاهی ایران 40 سال پیش شکست داده بود اهل سنت بودن. اما بعد از اینکه انقلاب شد خمینی لعنت الله علیه امام این مشرکین از فرانسه اومد. عیناً همون خمینی هم از فرانسه اومد. این عمل از فرانسه میرود به تاجیکستان اگر رود. اومد به ایران تمام علمای اهل سنت را نابود کرد. امروز اهل سنت گویا که در ترمه زندگی میکرد. والله اعلم اگر اینها به سر قدرت آیند اهل سنت رو زنجیربند کرده، نابود کرده، تاجیکستان رو رافضه میکنه. حالا ما در حق اینها هیچی نگفته، یگان مبارزه نبرده. اینها میخوان که مرا یابند، مرا بکشند، مرا به قتل رسانند، فرزندم، زنم، پدر و مادرم. حکومت نکرده کار رو اینها میخوان بکنند. اعوذ بالله. با اینها میگن که ما تحمل پذیر هستیم. حکومت تاجیکستان تحمل پذیر نیست. هر دو تا کفار مشرک است. اولا
اما تحمل پذیر نبودن شما باز واضح‌تر است. شما اصلا به انتقاد طاقت ندارید، اصلا نمیخواید که کسی خطابی شما را بگه. شما میخواید که رب باشید برای تاجیکو، اما این نمیشه. الله خورتون بکدی چی است؟ من چی گفتم که شما اینقدر کاری بد کردی سید؟ مگر من نگفتم که بیایید به سوی قرآن و سنت؟ مگر شما رو من به سوی قرآن و سنت دعوت نکردم؟ بیا به قرآن و سنت اثبات کن که تو مسلمان هستی. میتوانی اثبات کرد. به من نه، به همون در گروه خودت آیت بیار، حدیث بیار، مذهب ابو حنیفه بیار، بگو که من مسلمان هستم. کارای من کردی شده که اسلام است. بگو من بد کاری ندارم. و همون جاهایی که زندگی داری حتما کارای انجام میدی. اگر تو وقتی همین کارای را انجام نمیدی که همه را ببین، این تهدید است. این تهدید را دو مرتبه کرده، میگه که به همه آن جایی که تو هستی ما به اونجا کارهای انجام میدیم. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی اینها گویا که یک دیله میسازند، مینویسند، همون جاهایی که گویا که من هستم میبرند و میتیم. این ریده واضح است. اولا این ریده واضح است. ببینید، ما یک چند بار میگفتیم که نهضتی ها طالب علم کش هستند. این طالب علم های اهل سنت نهضتی ها میکشند. اینها قصد نابود کردنی من و کشتنی من دارند و یا نابود کرده محبس را درون حبس کشته ندارند. قبوری ها در یک طرف باقی ندارند. لیکن اینها ببینید، با در دوام سخنش میگه حالا که ما یک چند این خیل مثل تو را خیل کردیم. بله، من گفته بودم در دستا که محیدین کبیری سال 2011 این کار کرده بود. میگه که محیدین کبیری در یک مجلسش میگه که ما سلفی اکستریمیست بودن بیان کردیم به حکومت. حکومت میگه این چیزا نمیدونست. بله، سلفی گفته ترمه کردن انامینو به حکومت یاد داده بود. حکومت نمیدونست اصلا این چیزی رو. برای چی نهضتی ها به حکومت سلفی گفته ترمه کردن یاد داد؟ به خاطر اینکه سلفی ها وقتی که گویا که عقیده صحیح شد، عقیده نهضت که باطل است، اینها نابود شدن حس کردند و حکومت فریب دادند. حکومت هم که یک بی عقل است، مردم گرفتند و سلفی زدند. نهضتی ها به حکومت ترمه کردن تعلیم داد. بعد از این برآمده با چی کرد؟ طعنه به حکومت زد که شما مردم ترمه میکنید. آخر ترمه کردن شما تعلیم دادید به حکومت. الله خورتون بکنه. و امروز میخواهند که از نام من دیله بکنند، یا که به نام من یگون حادثه رو مشغول کنند، یا مرا نابود بکنند، یا که مرا محکم بکنند. من به جوان مردهای مسلمان تاجیک گفتنیم که اگر همچنین حادثه شد، ما به تقدیر الله راضیم. اولا به الله پناه میبریم. ما امتحان الله را طلب نمی کنیم. ما خودمون رو زور، قوی، اینو آن نمیگیم. ما میگیم به تقدیر الله ما چی هستیم؟ ایمان میاریم. زیرا که ما عقیده داریم که لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا. به ما نمیرسد مگر همون چیزی که الله خواسته باشد. بعد از این میگیم که پیامبر خبر دادند که الله گفت لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا او ما نقص في ملك شيء. اگر اول جمع کن ای اقبال صدرالدین مشرک، اول دنیا جمع کن تا آخر دنیا، تمام کفار جمع کن، امریکا و روسیه و همیشه جمع بکن. و بعد از این بیا ببین که یک ذره به ما ضرر رسانیده نمیتوان. اول جمع بکن، آخر جمع بکن، و بعد از این انس و جن جمع بکن، یک ذره به ما ضرر رسانیده و کمک کرده، یا که بگیم نه کمک کرده میتونی نه ضرر رسانیده میتونی. این وعده رسول الله است. ما پیش از این که به این راه برایم آیت قرآن را خواندیم که الله میگوید الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. آنهایی که رسالت الله را تبلیغ میکنند، توحید الله را تبلیغ میکنند، دین الله را میرسانند و در این راه حق را میگویند و به خاطر کسی حق پنهان نمیکنند و نمیترسند و از ملامت کننده پروانه دارند، الله خودش کفایت کننده اینها، خودش حفاظت کننده اینها است. ما به این دعوای تو که ما جای توی میدونیم توی نابود میکنیم اینو میگوییم، ما میگیم که الله خودش ما را حفظ کنه. میگوییم جواب ما به تو این است که حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی که
یک نفری به نزد پیامبر آمد و خبر داد که پیامبر تمام مشرکین جمع شدند، مکه دیگر قوم ها را جمع کرد، هزارها نفر شما را آمده به تمام نابود میکنند. و اذا قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بترسید، خواستند که ترسونند. فزادهم ایمانا، ایمان رسول الله و صحابگان به این تهدید زیاد شد، ایمان ما هم زیاد میشد به این تهدید. به خاطر اینکه تهدید به خاطر دنیا نیست، به خاطر نرک نیست، به خاطر دزدی نیست، به خاطر گفتن توحید است و این برای ما فخر است که به خاطر توحید ما را تهدید میکنند. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، پیامبر گفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل، ابراهیم گفتن که حسبنا الله و نعم، وقتی که نمرود هجوم کرد، وقتی که قریش هجوم کرد، و ما به تو میگیم ای مشرک زمانه که حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصير. الله خارت بکند، الله قدرتش در بالای امثالت نشان میدهد. من به الله میگم که الله من ضعیفم، من به هیچ چیزی قادر نیستم، وظیفه من فقط گفتن سخن حق است. ای الله شکایتم را به تو میکنم، خودت بسنده مشرکین باش، خودت بسنده زبان درازان باش، خودت اینها را از من دور بکن و مرا از اینها حفاظت بکن. و من به تو پناه میبرم ای از الله از تمام فتنه ظاهری و باطنی. خودت عجایب قدرت را در بالای این انسان که به تو و به دین تو زمان درازی میکند، هزارها انسان گمراه میکند، خودت به شایسته عملش برس. من کارای انجام میدیم، اگر تو وقتی که همین کارای را انجام داده است که همه را شک و تکفیر کردن، یا داعشی دیگه یا داعشی دیگه یگو کس دیگه نیست، هم داعشیو ایکی یگو فرقت نداشتن. سبحانك هذا بهتان عظیم. پاک هستی ای الله، این بنده هایت که تهمت میکنند بنده را، این یک بهتان عظیم است. بله این یک شکست این بدبخت ها است که وقتی که حجت ندارند، ببینید صحبت میکند نه آیت نه حدیث، فقط مرا حکم کرده ایستاده است، من داعشی گفته ایستاده است. ببینید من یونیورسیته را در سال 2016 به پایان رسانیدم. تا سال 2016 در مدینه منوره بودم. بعد از این از سال 2016 تا سال 2017 در مصر در یکی از یونیورسیته‌هاش ماجستری تعلیم گرفته بود و باقی مانده رو رفته و آمده و بعد از این اینجا و آنجا. در این وقتها اصلا وقتی که ما یونیورسیته رو پایان رسانیدیم این کلمه داعشی این چیزها نبود. ببینید اگر حالا داعشی نباشد، حالا مثلا طالبان باشد، من طالبان میگم، طالبان نباشد ممکن القاعده میگم، اینها نباشد ممکن یگان جماعت دیگر میگم. این امین است، هر کس مخالف خودش را یک لقب میموند، اما ما به این لقب نمیمونیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما از الله میترسیم و در روز قیامت مسئول شده نمیتونیم، به این چیز جواب گفته نمیتونیم. ما فقط میگیم که تو مشرک هستی، کافر هستی، اگر پیش از این مسلمان باشی مرتد هستی و بین تو و زنت حرام است، اگر زنت مسلمان باشد باید از تو جدا باشد و هم مسلکانت همین است و این رو در اساس قرآن و سنت میگیم. اما در مسئله داعشی، اگر داعشی تو میگه که تو از اونها هیچ فرقی نداری، من خودم را یگان بار از اونها نگفتم، کتاب اونها را نخوندم، برنامه‌های اونها را ندیدم، در مدینه منوره یگان امکانیت دیدن ویدیوهای اینها را حتی نداشتم، زیرا که اینجا با این مسئله را سخت‌تر میگرفت. هر چیزی که خوندم در اساس قرآن است، سنت است و این عقیده من چندین سال است که پیش از پیدا شدن داعش بود. تو هستی که اونها را میدانی و میشناسی، الله هدایتت بکند. اما سخن ما اگر بناگاه بعضی از سخن ما به بعضی از جماعت راست بیاید، معنیش اینه که ما از اون جماعت است. بعضی از سخن ما اگر به صوفی راست بیاید، بعضی از سخن ما به رافضه راست بیاید، بعضی از سخن ما اگر به یگان سبحان الله دیگر باطل ها راست بیاید، معنیش اینه که ما از جمله همون هستیم. برای چی؟ برای اینکه اونها هم یگان چیزی حق گفتنشون در بعضی حالات ممکن است. 5 وقت نماز در وقتش خوانید، گفته صوفی گوید منم 5 وقت نماز در وقتش خوانید بگم من صوفی نمیشم. سبحان الله. رافضه میگه که ما قرآن قبول میکنیم، منم قرآن قبول میکنیم، گویم معنیش این که من رافضه شدم. اگر اون جماعتی که تو میگوی مشرک گفت من مشرک معنیش اینه که من از اون جماعت هستم. اما اینها این کارو به خاطر میکنن که من همین متهم سازند
تو که پیشی روح ما را بگیرند، تو که به کافرها به همین واسطه یک سیگنال رسانند، به دیگرها سیگنال بدین، خبر بدین که نمونه است، تو که ما را زودتر کسی نابود بکند. ما بار دیگر میگیم که خود ما را به الله حواله کردیم، به الله تکیه میکنیم و لعنت الله به کاذبین بود. الا لعنت الله علی الكاذبین، الا لعنت الله علی الكاذبین، الا لعنت الله علی الكاذبین. لعنت الله بر دروغگویان بود، لعنت الله بر دروغگویان بود، لعنت الله بر دروغگویان بود. دعا بکنید، دعا بکنید که لعنت الله بر دروغگویان بود. آمین آمین یا رب العالمین. که ما به جماعت ها نسبت میتین. من یک تاجیک، من یک آدمی عادی، یگان منصب نمیخواهم، یگان ملاگی بزرگی را نمیخواهم، هیچ چیزی از هیچ کس نمیخواهم. از یگان مردم، یگان مراتب چیزی را طلب نکردم، کارته خودم را نگذاشتم، به کسی منت نکردم. امیدوارم که الله ما را همچنین نگه دارد، همچنین ما را نگه دارد. من تو برادرای نزدیک خودم یگان مراتب کسایی که درس گوش کرده باشم، شاگرد باشن، شاگرد نگفتم. من همه برادرای برادر میگم، از پشت هیچ چیزی نمیخوام، فقط میخوام که الله از من راضی باشه. و از الله دعا میکنم که ای الله، دعای بنده مسکین غریبت را خودت قبول بکن که شکایتم را فقط به تو میگم. این شما هستید که دین را میفروشید، این شما هستید که به جماعت میروید. اگر به تو الله یک مبلغ بزرگی را نشان بکن، از داعشی هم سخت‌تر میشوی، برای اینکه تو خود فروش هستی. در هر یک لحظه میتوانی خودت را تغییر بدی. وای بر حال همون مردمی که از پشت تو میروند، وای بر حال مردمی که از پشت تو میروند. تو خمیلیون هستی که این روز این طرف، این فردا این طرف است. الله هدایتت بکنه. بله من معلومات های خیلی زیاده در حق محمد اقبال صدرالدین میدونم. در کجا بود، چی کرد، در کی، در کجا، در کدام خانه، با کی، با چی نه. اما من نمیگم، به من شرط هم نیست، من وظیفه دارم نیستم، من شرم میدارم. من یک مسلمانی تاجیک هستم که هم آداب و اخلاق اسلامی و هم یک مردیگری، یک آداب و اخلاق تاجیکی و یک آداب و اخلاقی که پدرم به من تعلیم داده است. الله پدرم حفظ بکند که یک مردکی، ما یک مردی داریم. این مردی در عائله ما است، این مردیگری در خون ما است. این فعلی زن مجاز و این چنین چیزها رو نداریم و این چیز محمد اقبال دارد که دارد هم خیلی میکند. الله هدایتش بکنه. بو میبینید یا داعشی دیگه یگو کس دیگه نیستن، داعشیو ایتی یگو فرقت نداشتن. جوانای گرامی فرشته این یعنی که ابو دجال نشین، این ابو دجال هیچ وقت شما را به یگون جایی نمیبرن، نمیرسونن. خودش در دولتی یعنی که میگد که جوانای عزیز به فرشته ابو دجال نشوید. اناکنون درد دل اینها را فهمیدید. مسلمان ها، برادران و خواهران موحدم، اناکنون شما فهمیدید که اینها دردشان چی است. وقتی که کودک گریه میکند نمیفهمه چی میگویی میگید. این چیز بسیار مادرها میدونن که بالاخره یک میفهمن که کودک شیر میخواهد، برای همین گریه میکنه. گریه ناله اینها را دیده، چرا اذیت میکشن، چرا ضد من هستن، چرا منو میخوان نابود بکنن. یک طالب علم عادی بیکسی، یک فردی از همون ملت خودم تاجیک، هیچ ضرری به اینها نرسونده بودم، به خاطر چی میخوان منو نابود بکنن، به قتل رسونن، به زندان برند و نابودم بکنن؟ به خاطر آن که جوانها یا انسانها مرا گوش کردند، به خاطر اینکه بسیار حزب نهضتی ها از این حقیقت باخبر شدند. زیرا که نهضتی ها هم بسیاری انسان هایی که پیروی نهضت اسلام هستند، نهضت شرکی هستند، اینها گوساله نیستند، اینها خر نیستند، اعوذ بالله گوسفند نیستند به گفته حاجی میرزا. اینها به خاطر اسلام شده پیروی از نهضت کرده بودند. وقتی که حقیقت مسئله رو فهمیدن که نهضت عاقبت به جنت نه به جهنم است، نهضت اسلام نه شرک است و کفر است، اونها توبه کردند. بسیار انسانایی که به اینها پول میداد و مبلغ میداد توبه کرد، به راه حق گشت. اینها ان همین چیز رو از من میدونن. اینها فکر میکنن که من یگان دشمنی خاصی به اینها دارم و مردم نه، من توحید رسانیده ایستادم، مردمی که حق فهمید از توبه کرده ایستاد، وظیفه من چیست؟ ان همین است. ما این به خرسندیم. الحمدلله رب العالمین میگم من یگان مراتب از نزد شما معذرت خواهی نمیکنم، یگان مراتب من از شما نمیگم که نه این کاری من خطا است، حق است، در اساس قرآن و سنت است و این یک رحمت الله است. الحمدلله رب العالمین. و در همین راه وفات کردن شهادت است. یعنی گوش نکنید این مرد، یعنی ابو محمد. همین سخن قبوری ها گفتند، رافضه ها گفتند، حکمتی ها گفتند، این دیگر مرتدین عازری ها گفتند. انا کن نوبت این است. همونه که
کافرشون میگه و مرتدشون میگه و کسی که در دولت زندگی تختش در قطعا خدا زندگی دوره. ببینید میگه که کسی که در همون دولت ها زندگی کنه کافرش میگه. این یک بهتان عظیم است یا نیست؟ برادرانی که میدونید ما میگوییم که در هر یک کشوری آرامی که آزاد است زندگی کردن دین خودت اگر اجازه بدهد که ظاهر بکنی جایز است، اما زندگی کردن در اونجا معناش نه که همونای مسلمان بگویی. حالا رفت یک اروپا بیا یک کسی که کافر است، خریستیان است، کاتولیک است، بگو که تو مسلمان هستی، به بیخ گوشت یک شپلاق میزند، میگه که نه من مسلمان نیستم، من کاتولیک هستم. من چرا بیخ مسلمان بگم؟ بله تو زندگی کن، دینت آشکار کن و اینا بگو که این مسلمان نیست، کافر است. تمام. ما نگفتیم که هر کسی که در دولت کفری زندگی بکند کافر است. این بهتان است، این تهمت است و این بار دیگر یک فریب و نیرنگ شما است. چخیلی که آذری ها میگن، چخیلی که دیگرها میگن. ما میگوییم که در همه دولت های دنیا زندگی کردن ممکن است اگر تو را اجازت بدن که زنت حجاب پوشد، خودت مسلمان باشی، مسجد باشد، اما تو را نمانند زندگی نکن. چخیلی که در تاجیکستان نماندن می برای این چنین همین است. این تهمت آشکار است. الله از تهمت کننده ما را نگه بدارد و سزاوار جزای سزاواری را به این تهمت کنندگان بدهد. خودش در چه قطعا خدا زندگی دوره لیکن روش نشون نمیده. برای مردک نیست. اگر مردک باشه خونسا نباشه، اگر ترانسویستیت نباشه باید چهرهش نشون میده. بار دیگر به همون کسلی پیشتره، بار دیگر به همون خفگی پیشتره. از حکومت خیلی سخف است، خیلی سخف است. بار دیگر با همون کلمه ترانزیت من نمیتونم اینو بگم، من شرم میدارم برای اینو. الله هدایتت بکنه. چی لازم است؟ همه تو رو میشناسن. چی لازم است؟ همین است که وقتی که آدم بهادر کبیری مرتد، محمد قل مرتد، شوکت مرتد، حسین اشور مرتد، گروه بسیار مرتد، تو گو برافته نشان بدیدم و ببینیم تگنه بگی. بله این گفته گپ درست است، یک گپ راست گفتی. بله مرتد مشرکین. اما چرا گروه 24 تو اینجا ذکر میکنی؟ گروه 24 مون به خودشون، تو به گروه 24 ضدیتی داری اما میای از گروه 24 خودت به ذکر میکنی. الله هدایتت بکنه. بله ما مشرک تو میگی، یگون بار پنهان نکردیم. بله حیوان بدون یا فکر کرده رفته دو سه سال خونده دکه آمده تمام وقت دیگه تو حکم کرده سای مردم مرتد شدن. اولا دو سه سال نخوندیم، تقریبا زیاده از 22 سال است که تعلیم میگیریم. از همون سال 1999 هست که داریم تعلیم میگیریم و در مدینه منوره هم 2-3 سال تعلیم نگرفتیم. 2-3 سال تعلیم نگرفتیم و تا حاضر در حالت تعلیم هستیم. الحمدلله در یک از یونیورسیته‌های دانشگاه‌ها در حالت تعلیم دکترا هستیم. این تو هستی که 2-3 سال 1-2 ماه در افغانستان، 1-2 ماه در پاکستان تعلیم گرفتی، در اینجا تعلیم گرفتی یا نمیدونم چیکار کردی. تو هستی که همه را به خودت مانند نکن. عیب تو محمد اقبال همین است که یک نصیحتی من به تو همین است که این عیب تو است، همین باید کم بکنی. همه عیب‌ها تا به دیگر کس نسبت نکن. همه فهمیده شدن که تو داری عیب‌های خودت به دیگر کس نسبت بده. یک شرمندگی است، خودت نسبت نده. این یک عقاب الله به تو در این دنیا است. اگر دهان دارم گفته هر گپ گفتم بگیری، همه دهان دارد. یک زن میبراید اینقدر صحبتت میکند که دیوانه میشه. معنای گپ زدن این خوب بودن و زور بودن نیست. معنای گپ مردانه وار گفتن و در حدود مردی ایستادن و آداب و اخلاق مدنیت جوش آوردن این مردی است. لیس الشدید بسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. آدمی با قوت، آدمی سرعت دار و جسم دار و دهان بلند کرده گپ میزدگی و تهمتگر نیست. آدمی با قوت همون کسی هست که در حالت غضب کردن خودش به دست میگیره. این سخن پیامبر است، لا تغضب. محمد اقبال غضب نکن، چشمات بیجا نکن، آهسته آهسته همیشه میشد. ان شاء الله هدایت مییابی. مردم نگو. تو چند نفر نام گرفتی؟ محیدین کبیری نام گرفتی؟ خودت 1-2 نفر دیگر بعد از این مردم میگی. شما مردم نیستین. شما 4-5 نفرین مشرکین. مردم دیگر چیز است. مردم در تاجیکستان است. ما مردم مسلمان میگیم. تو کجای مردم کجا؟ تو مردم نیستی.
شما 4-5 نفر مشرکین هستید که مردم دارید مشرک میکنید. ما شما گفتید که مردم مشرک نکنید، این مشرکین. مردم مسلمان است الحمدلله. در جماعت های تاجیکستان در مسجد ها مسلمان ها نماز خوانده ایستادن، اینا مسلمان. تو مشرکی، تو مردم نیستی. تو خودت یک نفر مردم میگی، این هم کیبر است، هم جهالت است، هم کیبر است. اینها یک تا خودشون مردم میگفتن. محمد اقبال، محیدین کبیر، اینا ملتند، اینا مردمند، اینا هر کسی گپ زند گویا که تاجیکستان گپ زد. باور کن از همون پیشوای خودتون هم بدتر کردی. از همون پیشوای هم بدتر کردی. اگر اینا پیشوا شوند باور کن از وای پیشوا بدتر میشن. اینا هر دش یک پیشواهای بدبخت است. الله خورشون. حالا پیشوا نشده این چیکار کرده است؟ الله خورت بکنه. کردای مردم مرتد شدن برای ایران. و برای خود نشون بده ببینیم. ممکن که عروسی ممکن یک خونسوی متر مرده کت نمیدونم، مرده کت نمیدونم. خونسوی باشه مگر میتونیم رو تدیده. بیچاره این مریض است. آخرین دیاگنوستیکی که بعد از این صحبتش میکند این مریض است. ابن القیم الجوزی میگن هر کسی که مایل به شهوت است، هر کسی که همیشه مایل به شهوت است، این مریض قلبی دارد. حالا ببینید تو مرد نیستی با ترنسات، با خونسا، با مد، با این اعوذ بالله تو عروس. همین خیلی یگون عروس دیدی که خیلی آواز مردانه داشته باشه. از الله بترس. تو میدونی که ما کی هستیم، چرا تهمت میزنی؟ از الله نمیترسی؟ خیر در روز قیامت وامی فسنصبر عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم و در نزد الله این خصومت من تو در همین تناقضات مرد هستی نیستی اینی وای در همونجا باز میشه. الله سبحانه و تعالی گناههای ما را ببخشد. الله قلبهای ما را از نفاق و عملهای ما را از ریا دور بکند. و سبحان الله من فکر نمیکردم که محمد اقبال تا این درجه به شرمندگی میرود. آخر من طعنه حکومتی که به تو کردن ما هم چیز دیدیم، چرا هم چیز تصدیق میکنیم؟ ما به همین طعنه حکومت باور نداریم. ما خودمون هم طعنه که همین حکومت کردن توی چند فیلم‌های خیانت ساخته کسلی گفتن ما هم به باوری نداریم. ما امیدواریم که تو یک مرد سالم هستی، فرزندهایت بهترین انسان ها هستند ان شاء الله. ما حرمت میکنیم خودت و زنهایت، فرزندهایت دجال نمیگیم. الله همتون هدایت بکند. اما آخر این گپ‌های تکرار کردن بگیری ما هم شبهه میکنیم بالاخره. گشته و برگشته در مدت 3 دقیقه 10 بار خونسا مرد عروس دلی تو چی میکشد من نمیفهمم. والله اعلم. الله هدایت بکنه. اگر مردک باشی بگو بگم چرا چی میترسی؟ وقتی تو نگو تو مسلمان به دست ای تو بگو اگر تو حق باشی ما باطل باشی مردین کبیری باطل باشه گروه 24 باطل باشه نهضت باطل باشه همه مبارزه باطل باشه تو حق به دست ای از چیزا تو رنگ امامی یعنی که شهاب باجو خاگیخت اگر تو دادونی ما خودمون بجا نکردیم. فقط ما میخوایم که خودمون رکلام نکنیم به نام دین و همین چیز ما خواستیم یگون جای بدی ندارد. ما به این چیز کمی پیشتر جواب دادیم، حاجت به جواب گفتن نیست. الان چوهه گفتم مردم در کی کجای تو حیوان اعوذ بالله. در کجای تو؟ با تو چی فرق دارد؟ در کجا من؟ با تو چی فرق دارد در کجا؟ زندگی تا بکن. در چوی در کجای میگه زندگی تا بکن. من بجای تو کار ندارم، تو بجای من کار ندارم. مرد باش. تو همون بحث مناظره که بین تو من و تو است مردانه وار کن. این زنها هستن که در کجا هستی میگن. مردها میگن که خیرم گپی گفتگید به در اساس قرآن سنت جواب بگو. ما در اساس قرآن سنت میخوایم جواب بدیم. کنی هستی که میام مثلا در این گروه ما بیای در اساس قرآن سنت صحبت بکنید. شما هستین که به محیدین کبیری رو راب گرفتین. این جوهلا هستن که تو رو راب گرفتن. در نزد ما تو به مانند یک پشه هم قدر نداری. مشرکینین بله مرتدینین. حالا مسلمان بودید یا نبودین والله اعلم. اگر مسلمان بگین شما مرتدین. گفتن ایشون کتاب ببینه بتگنه بعد کتی خطا آیها آدم کنه بگیریم تو خطا بودی که اونو را گمراه کرده سای مو چی گفته ایسین داییده؟ برای چی بریزه بوده ایسین؟ جوانهای گمراه کرده ایست میگن. چی گمراه کردن؟ به جوانها لا اله الا الله تعلیم دادن، توحید تعلیم دادن، نماز و روزه تعلیم دادن، شکننده های اسلام تعلیم دادن و راه حق نشان دادن همین گمراهی است؟ مگر همین تحریف نیست؟ همین تعویل نیست؟ قرآن تعلیم دادن مگر همین گمراهی است؟ این کفر صریح دیگر است. این کفر صریح دیگر است. این ضدیت آشکار به توحید است. توحید گمراهی بود است.
منهج فرانسوی، منهج غربی که این گرفت، این هدایت بوده است. از الله یک ذره شرم بدار، این سخنی تو را یگان نفر نگفته است. هم قبور میترسن این گپ گفته. اژدهاری در تاجیکستان بوده این گپ نمیگه. باور بکن اگر، لیکن تو شرمنده کردی. الله هدایتت بکند، باور بکن این سخنهای تو را یگان نفر از مسلمان، باور دارم که مرجعه ها هم امروز زبان گزیدند و تو را تکفیرش کرد، تکفیرت کرد. اما مرجعه ها دیگر علاج طاقت ندارند از سخن شنیدن تو. مگر مردم شما گمراه نکرده هستین که جوانها را به خاطر کفر و شرک میخواهند بکشین؟ مگر همین شما نیستین که به خاطر کرسی میخواهند که شما در اروپا باشین، مردم برایت به خاطر آزادی دموکراتی شما گفته بجنگد و بمیرد؟ اگر نوادای شد شما میرین و رئیس میشین، قبر همه بوگشته میکنین. اگر نبود و نشد شما در خانه تون با ششلیک کرده در درون خانه ضیافت ترنگ گشت. کی مرد؟ مردم مرد. بدبختی این است. این مردم به خاطر چی مرد؟ به خاطر صحبت های دروغ باطل تو مرد. انا این است گمراهی. لااقل به خاطر الله میمرد. در راه الله مرده ها را حرام مرد میگویی، در راه بافته های بوزک جنگلپای خودت مرده را این حق است میگویی. از الله ذره بیترس. تو آیا از قبر، از مردن یگان ذره یاد داری؟ در یادت هست که تو هم انسان هستی، تو هم میمیری؟ یا فراموش کردی؟ حالا به سر قدرت نامده اینو فراموش کردن، مردن فراموش کردن. اگر اینها بناگو به سر قدرت دوان، والله اعلم مردن اصلا از یادشون میبره. Avrupa'yı bu da davlatları kopyada böyle takışıyor. Oraya kaptırsan ki yok kısondaşı Abu Dajo kısondaşı yok ki vakti ki kora sar kardını vakti ki o بسیاری افراد بودن که تکفیر میکردن. اولا کلمه قساندشین اینه تو خودت میفهمی محمد اقبال، نه تو میدونی قساندشین چی است. این کلمه ها به تعریف و توصیفش به خودت همون پریامو افراد به برآمده یک به مردم تاجیک درسته که انسان چه خیلی میقسونه چیکار میکنه. ما بیخبریم از این کلمه. اما در مسئله میگوید که ببینید ما یک چند نفرها را کورجاش برسانیدیم و کورش بردیم. اگر تو قسانده نشینی، خیر نفهمدم این قسانده شیندن چی است، نفهمدم. این اگر تو خاموش نشوی، والله اگر تو خاموش نشوی ما تو این میکنیم اون میکنیم گفته ایسو است. یعنی ببینید اینها چقدر طالب علم سرش خوردن. سر کارو میکن حکمش نگرفتن. انا ببینید ما یگان کار سر کردیم. گوش بکنید مردم. بسیاری افراد بودن که تکفیر میکردن، در کارو میکن حکمش نگرفتن. او گفته ایسمت ما همین خیلی که آدم ها بودند ما حکمشون دادیم، حکمشون گرفتند. بله، یعنی مثل من آدم ها بوده است که ضدیت به نهضت اسلام کرده است. ما ضدیتی گفتیم، ما ضدیت شخصی نداریم، ما فقط همین مخالف فکری آنها هستیم. همچنین مخالف است. مخالف گوناگون است. در درون خودشون مخالف است، ما مخالف هستیم. ببینید با یک مخالف چگونه تهدیدها میبرند. چگونه تهدیدها میبرند که مثل تو بودند، ما مثل تو بوده ها رو نابود کردیم، حالا در کنج زندان هستند، حالا تو را نابود میکنیم. من نفهمیدم مردم، یعنی محمد اقبال خودش این کارگر حکومت است؟ یعنی همه خیلی است؟ یعنی بله، محمد اقبال همکار به همونها است، کارگر حکومت است. همین است که طالب علم فروخته شده است. به این انسان باور کرده اگر شما هر کار کنید نابود تو میکنید و میگه که ما تو را نابود میکنیم. از دستت هر چیزی که میآید بکن. والله بالله تالله صاحب من الله است، خالق من الله است، رب من الله است، رب العالمین است، دفاع کننده مؤمن است، حفظ کننده دعوتگر است، خالق رب العالمین است. قلب بنده ها در دستش است. هر کاری که میخوای بکن، هر چیزی که نقشه کشیدی بکن، هر آن چیزی که الله خواست همون میشه. ذره از این تهدید بزغاله‌واری تو نمیترسم. تو در نزد من یک بوزیچه هستی. قسم به الله من به تقدیرم راضی هستم. من اول به الله پناه میبرم از این فتنه ها، لیکن هر کاری میخوای بکن. ما خائن بودن شما را کیها میدونستیم، لیکن فراموش نکن هر حادثه که به سر من آمد، سر خودت رو هم یک مرتبه فکر کن. سر استادت، سر خودت، سر دیگرها رو فکر کن. زیرا که ما هم تنها نیستیم. زیرا که ما هم یک به کوچه پرتوخته نیستیم. زیرا که ما هم قوم داریم. ما هم پدر و
امکو امک بچه ها داریم، ما هم برادر داریم، ما هم هزارها برادری موحد داریم که با در همون کوچه های پریژ با یک ترسوک دو نکنی در زیر همون یک هیکلی بلندش. از الله بترس، تهدید نکن. این چنین تهدیدها رو بسیار دیدیم. به این تهدیدها بزغاله ها میترسند، به این تهدیدها حکومتی ها میترسند، به این تهدیدها قبوری ها میترسند. ما میگوییم هر کاری که از دستت میاد بکن، ما به تقدیر الله راضی هستیم. اگر عاقبت ما مرگ باشد، فقط از الله یک چیز میخوایم که حسن عاقبت ما رو حسن الخاتمه بکن. عاقبت ما رو حسن الخاتمه بکن. که به این بزغاله بازیات چشمت رو به این طرف اون طرف تن دادن، تو این میکنیم و میکنیم، از دست چیزی میخواد بکن. من غیر از قدرت الله دیگر به چیز خودم تکیه نمیکنم، به غیر از الله به کسی توکل نمیکنم. و میگویم که اگر یک حادثه شد، ای جوان مردای موحد، قصاص مرا شما بگیرید، دعوت مرا شما ادامه بدید. موحدین ان شاء الله این راه را پیش میبرند. این راه دعوت، راه یک نفر نیست، راه مسلمان است. هزارها آمدند و رفتند، ما هم میاریم. باکی ندارد، هیچ باکی ندارد. مادرم و پدرم مرا در وقتش به راه اسلام بخشیده بود، در وقتش در راه دعوت بخشیده بود، باکی ندارد. گفتم ما گفته اسمت ما با یگان طالب علم کردن نیستیم، ولی وقتی که تو خود طالب علم میگیری خناسو ببرونگ انسان گپ زده. این یک فریبگری است. اول میگفت است که ما طالب علم بردیم کنج زندان کردیم، ما تو را نابود میکنیم، این میکنیم، ما دیله میسازیم، به همه جا میفرستیم. بعد از میگفت است که ما به طالب علم کار نداریم. دیوانگی تات رو میری به همون امام علی شریف پوچت میکنی، به پیشوات میکنی، به همون مویدینت میکنی. بزغاله بازی احمق. نه بابا بگو چینا کافی تو مرتادی اما بعدی کبری نه مرتاد من بار دیگر میگم که تو درباره خودت گپ زن، درباره گروه 24 گپ نزن. گروه 24 از نام خودش گپ میزنه. ما گروه 24 نصیحت کردیم، فهمانیدیم، اما گروه 24 آشکار واضح گفت نام ما نام اسلامی نیست، نام ما گروه 24 است. تمام همین است. با ما کار ندارید. ما همین خیلی خواهیم کرده میگردیم. تمام ما بیان کردیم، تمام است. برای که گروه 24 اسلامی نمونکن. شما اسلامی موندید. بله این کارشون کفر است و شرک است، من بابی این خودشون مسلمان میگن نصیحت کردیم، اما خطری اونها از شما کم است. خطری گروه 24 از شما کمتر است، برای که اونها از نامی یک حزب اسلامی گپ نزده ایستادن. لیکن تو برای دفاع گرفتن از همون جانب خودتون گرفتن، و البته که بچهای گروه 24 این خطاگی خود میفهمند، این راهی که راهی مثلا خطا دارند، منهج خطاگی خود میفهمند، لیکن این چنین جوان مردتر از شما بودند. من اکنون فهمیدم که گروه 24 اگرچه راهشون راهی کفری و شرکی است، اسلام هیچگاه استفاده نبردند و این چنین یا که بگیم نام گروهشون اسلام نماندند و این چنین نامردی که شما دارید، یک بی‌وزنی که شما دارید، در اونها والله اعلم یگان کسی ندیده باشد. شاید والله اعلم. یعنی از بین ببینید از بین مخالف هم یکیش بدتر و یکیش سخت‌تر است. اینها هم خیلی بود است. سبحان الله سبحان الله. با کلمه عروس نه هیچ نفهمیده. اما خاطر وقتی که جوانای گرامی اینا نشه یا همون بقایای همون ابوبکر بغدادی هم این نبی ابو دجال چه ابو محمد میگن با کلمه عروس، با کلمه بغدادی، با کلمه اعوذ بالله اعوذ بالله. بیا در اساس قرآن و سنت مشرک نبودنت اثبات کن. تو بگو که انا این کارهایی که من میکنم در اساس فلان آیت، در اساس فلان آیت، در اساس فلان آیت، در اساس حدیث و همین آیت و حدیث سلف صالح همچنین فهمیدم. انا همین که تمام خودم مسلمان میگم، شما نگو این دیگه کم. عروس حجت اینا همین است. طعنه ابو دجال خناسا اگر این مرد باشه میگه با کلمه خناسا با مرد بچه محمد ابو محمدی مدنی کی مدنی یعنی که تخلص مونده تخلصی و با زوده
تخلص مرا مدنی مونده است برادرای من. خدا خاطر اینکه وقتی که من ابو محمد هستم در گرد اطراف من با ابو محمد های زیاد هستم به خاطر فرق گذاشتن و این چیز جایز است. به خاطر اینکه در مدینه منوره تعلیم گرفتیم و به خاطر اینکه فهمد که من یک طالب علم از اونجا هستم و دیگر برادری من از من فرق بکند با کنه. ابو محمد مدنی تاجیکی تو میدونی تو با دوامش خودت گفته سودی الله هدایتت بکن. اعوذ بالله. تمام در جای تولد شدگی خوندن قدرت دیگه امام بخاری در مکه و مدینه آمد بخاری منتخب نه ترسید ایزان کشید در وطن. تو یک جاهل هستی نفهمیدی که امام بخاری اول چی گفته شد. مکی هم میگند و قریشی هم میگند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در مکه و در قریش در بین قریش بود و مولاش قریش. اما خبر نداری، جاهل هستی. الله هدایتت بکند. من چیکار خواهم میکنم، نامم چخیل خواهم میگذارم، تو به من کاری نداره، به نام من کاری نداره. نامت تو هر چیزی میخوای بگو و نامت هر چیزی میخوای بگذار. نام به یک طرف مان گپ درباره کفر و شرک و در گپ درباره اسلام رفته است. اسلام و شرک به یک طرف مان دیو نام تو این است. نام به خاطر یک نام مرا حاضر تکفیر کرده است. نامت ابو محمد است تو جدل است، نامت این است تو این بغداد است، تو این است تو این است. به خاطر نامم به خاطر بیا تو درباره اسلام گپ زن، درباره سبحان الله دین گپ زن، درباره مسلمان بودن خودت گپ زن. تو از الله شرم میداری یا نمیداری؟ یک آیت یک حدیث شنیده؟ فخر کرد، افتخار کرد. چرا یعنی چی موندن مدنی چی؟ خودش یک جوهی. پس اینا حسد دارند به همون ابو محمد مدنی هم حسد دارند. وقتی که به نظرم به اینها میگه که ابو محمد مدنی در نظرشون گفت بدنشون بلرزه میگه. چهله که صوفی ها وقتی که ابو محمد مدنی گفت کدوم برادر گفته شده بود که شبانه خواب صوفی ها نمیبرد خواب حزبی ها نمیبرد. این از حسد است. وگرنه شما به من چه فرق دارد؟ به من چیکار داری شما؟ همه هر خیلی نامونده گشته است، به هیچ کس نه به من به نام من مشغول شدید. ما به جواب یک مختصر به شما میگیم موتو بغیظکم، به غیظتون، به حسدتون، به کینهتون، به عداوتتون، به رشکتون بمیرید. شاید همین حسد قلبهای شما را سوزاند. موتو بغیظ، بمیرید با همین حسدتون، کینه و عداوتتون. با وجودی که جاهلت، با وجودی که مشرکت، با چقدر حسد دارید، قلبتون چقدر پر از حسد است. من نمیدونم که اینها در روی این دنیا چگونه زندگی میکنند. قلب پر از شرک، قلبی که پر از حسد، قلبی که پر از کینه. این قلب همیشه ضیق، خسته، ناراضی. این قلب صاحبش را دشنام میده. قلب تاریک. الله هدایتتون. اینها نفهمیده شده است که این الرجل لا يتكلم بكلمة ما يبين فيها وفي ما يبالي فيها يزل بها الى النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. انسان در دین یک سخن میکند، در حق مسلمان دیگر یک سخن میکند، در دین یک سخن میکند، استهزاء به دین میکند، یک کلمه میگه پروا ندارد به این کلمه و طعنه و تهمت زدهش، حجت ندارد، بے پروا گفتن میگیرد. سبحان الله نمیداند که از جنت دور شده و به چقورترین جای جهنم انداخته شده به خاطر یک کلمه. از الله بترسید. حدیث صحیح است. کارش فقط مرتد گفتن، کارش فقط مرتد گفتن مردم است. غلط است. کار ما فقط مرتد گفتن نیست. دعوتمون رو ما وقتی که 2014 در مدینه منوره شروع کردیم از سیره پیامبر شروع کردیم. از سیره پیامبر، کتاب شرح زاد المعاد، چگونه خوردن رسول الله، خواب رفتنشون، زندگیشون، لباس و همه آداب و اخلاق تعلیم دادیم. بعد از این باب وضو گرفتیم و بعد از این باب نماز و غیره، باب روزه، سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادیم. درس‌های ما را درای گوش بکن. بعد از این با اوسته به عقیده در اومدیم و در عقیده هم ما به هیچ کس نگفتیم که کسی رو کفر بگید ما شما رو همه را کفر میگیم. نه نه نه، این چنین نیست. مسلمان‌های تاجیک درآیند درس‌های ما را ببینن. یک حلقه نه، صدها حلقه درس درباره عقیده، صدها حلقه درس درباره سیره، صدهای دیگر درباره فقه و دیگر موضوعها که ما این درس ها در درونش همه چیز وجود دارد. یعنی از آداب و اخلاق و حکمت و دین مردم چخیلی که در قرآن و سنت اومده است رسانده شده. ما برای همین تعلیم گرفتیم. هر روز اگر ما کفر میگفتیم، ما 6 سال است که درس کرده شدیم. در روی چند صد حلقه درسی ما رو گوش بکنید که ما درباره چی گفتیم. کی برای حق داشتی بخستی بهتری مردم ها بخست سنگ برای که مردم او وقتی که بخواد الله حق داده است.
پیامبر صلی الله علیه و آله حق دادن. پیامبر گفتن که العلماء ورثه الانبیاء. الله گفت که حق پنهان نکنید. الله گفت که ما از شما عهد گرفتیم، عهد همین است که ای علما حق بگوید. قرآن با اومده چیز بگوید، سنت با اومده چیز بگوید. آیتی که کمی پیش از سوره بقره 159 خوندیم، کسی که من حق نگوید و بخواند و تعلیم بگیرد و عالم بشه و حق نرساند، این چی است؟ کافر است. حق نگوید و طاغوت پرست شد، کافر است. اگر پنهان کند، الله و رسول لعنت کننده لعنت کرده است. مؤمن الله و رسول امر کرد. شما میخواهید که ما از حزب نهضت یگان اجازه بگیریم، یگان یک ورقچه بتین؟ چهله که یک چند طالب علم ها را میدونیم که در گرد اطرافتون در اروپا، در گرد بری ترکیه بعضیشون گرفتید، در هر ماه به حلقهشون کم کم میچکنین، یک این ورقچه دادین. میخواید که ما از اونها شیم؟ غضب شما این است که ما از شما نیستیم. شما اهل ما نیستید، شما شایسته ما نیستید. ما به شما افلاس ها مشرکین خوبسایی که نه مردی دارید، نه پاکی دارید، نه مدنیت دارید، نه آداب دارید، نه اسلام دارید، ما هرگز به شما در یک جا نمی نشینیم. کاسه که شما نوشیدید اون ما میشکنیم، برای اینکه شما پلید است از همه جهت. آدمگری ندارید. مسلمانگری یک طرف است، شما آدمگری ندارید. وقتی که بخواد که تو معروف شد بفیدن آدم معروف باید خیزن سنگ دادن برطب کفرش بکنده تو معروف. به خاطر معروف این کارم به خاطر معروف شدن کرده باشیم، الله ما را لعنت بگو. و اگر تو دروغ گفته ایستاده، تهمت زده ایستاده باشی، الله تو را لعنت بگو. بگو آمین. الله تو را لعنت بکند اگر همین گپت دروغ باشه. الا لعنت الله علی الکذب. اگر من شهرت را میخواستم، من میدونستم که چیکار بکنم. راههای شهرت کردن برای من خیلی از چند جانب آموده بود. از چند جانب راههای شهرت خیلی خوب و مشهور بود. بعضی از این گرد اطرافش شاید بدونم. میتونستم که راه مشهور را انتخاب بکنم. میتونستم که به ویدیو برایم خودم مشهور بسازم. نه، این راه ما این راه نیست. راه ما توحید است. راه ما تعلیم لا اله الا الله است. راه ما فقط به سوی الله دعوت کردن است، دیگر هیچ چیزی نیست. به منهج پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر گفتند قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره. ای محمد بگو این راه من است، به سوی الله دعوت میکنم، به سوی الله دعوت، دیگر هیچ چیزی نیست. على بصیره، با بصیره. بصیره چی؟ تمییز بین الحق و الباطل. حق و باطل جدا کرده، اهل حق حق، اهل باطل باطل گفتم و رفتن میگه. دیگر یگان راهی نداره. این میگه که محمد اقبال خیلی انسان مشهور بوده است، محیدین کبیر خیلی انسان مشهور بوده است، ما اینو برات زنی مشهور شدیم. باور بکنید من از تو برات زدن شرم میدارم. من یک چند سال رد نزدم، لیکن وقتی که آشکار به ضد دین الله برآمدی بعد رد زدم. در حق تو گاز زدم من شرم میدارم. ما آدم‌های خردمند داریم، آدم‌های عاقل داریم که میگن که به اینها برابر نشو، به اینها گپ هم نزن، زیرا که اینها نیت ندارن، اینها انسان پست هستند، به اینها شرط نیست. لیکن ما گفتیم که نه، کسی نباشد وقتی که به دین الله استهزا کرد، دین الله به سیاستش آمیخته کرد و الله دیگر کرد، ما باید بگوییم ما مسلمان، ما حق خودمون طلب میکنیم که نه، دین ما کتی بازی نکنیم. ما نمیخوایم که به دین ما بازی بکنیم. اکی میگه که مشهور و معروف بوده است. مشهور و معروف بودن تو در کار خیر است یا بد است؟ همین خودت یک بار به خودت سوال بده که تو دیروز کی بودی و مشهور بودن تو از جانب بد بود یا از جانب خوب بود؟ از جانب فریب و نیرنگ بود یا از جانب من نمیدونم مسلمانی بود؟ تو از کدام جانب معروف هستی؟ غیر از همین نر و ماده گفتن و غیر از این زن هستی به این زن این چی شدی، غیر از همین کارهای زنانه تو به کدام کار معروف هستی؟ باور بکن خود به خود با ایستاده شدم این شایسته ای رد زدن است. اگر تو مردان میدونی خدا برو دیگه یکی نون مرا بور دیگر بسیار مردم خودتون به کفر نکه تکفیری به امونی ابو دجال وقتی گپ میزنی که خوب فکر تکفیر خودت هستی. تکفیر شما هستین که میگن هر کسی که غیر در حزب نهضت اسلام نباشد، هر کسی که مخالف حزب نهضت اسلام باشد همین کافر است. تکفیری خوارج بدبخت خودت هستی. تکفیری تو هستی. اولا. دوما ما بار دیگر میگیم به تو، به رنگ رخسار تو، به رنگ رخسار استادت کار نداریم و بیزار از شما هستیم. از رنگ روی شما، از زبان درازی شما، مثل بیوه صحبت کردن شما ما بیزار هستیم. من وقتم به خاطر شما گذراندم به پشیمون میشم، لیکن
گوش بکنید که تا زمانی که اسلام استفاده میبرین به خون می اندازین به همون اسلام باطلی ساخته خودتون. ما هم یک فرد همین ملت هستیم، ما هم مسلمان هستیم. اولا از دین خود دفاع میکنیم، از قرآن خود دفاع میکنیم و به شما نمیگذاریم که دین ما استفاده ببرید، نمیگذاریم که دین ما به مردم دروغ و دیگر چیز بیان بکنید و بعد از این به همون دین دروغ کردهتون خون آلوده بکنید و مردم تاجیک بر علیه دین اسلام 100 سال دیگر ضدیت نشان بدید. همین سال 1992 این استادای مشرکین که کرده بود و تا امروز ببین مسلمان ها میگن که نه ما این خیلی اسلام و این اون میگن. عاقبتتون چی شد؟ جنگ کرده دومده سپردید گرفته در اروپا رفت دوره ششلیک زده میشه. یک هفته یک بار میبرای یک کس دشنام تی با مدارای خوب میگی کارت میگذاری میلیون ها جمع میکنی. همین است عاقبتشون. ما میگیم که درباره دین اسلام گپ نزنید، ما هم گپ نمیزنیم. شما بگویید که ما هیچ نماینده از مسلمان ها نیستیم، ما نام اسلام را از حزب میگیریم، ما یگان ذره این کاری که فعالیت کرده شدهمون از جانب ما هم خواست خودمون کار کرده شدیم بگو ما به تو کاری نداریم. اما تو میبرای میگوی که ما نماینده مسلمان پیشوای امت انمین دین است، انمین اسلام است. من اگر نگویم دیگر ها هست که میگه، اگر نگوید کسایی که دیده و دانسته نمیگه در نزد الله جواب میده. اگر روی خاطری تو بگه تو کسی نیستی که ما به خاطری تو روی خاطری بگه. تو کی هستی؟ شرم گپ بزنی ابو دجال خوب گپ تا فکر گپ ده. اگر تو مردک بدونی خطا خلاصون نیستی پس تو برو گپ زده. ای شرم بیدار باور بکن مدت 6 دقیقه بعد 10 بار درباره مردکی خونسوگی ترنسلیت این اعوذ بالله این دهانت چرا خیلی پلید است؟ چرا شرم نمیداری؟ تو چی عیب داری؟ تو چی کسلی داری؟ چی برای چی قدر زخمین شدگی است؟ برای چی تو به همین کلمه سخت اهمیت میدی؟ تو را کی رنجوند؟ بیچاره از کی رنجیدی همین چیزای خودت به دیگران نسبت میدی؟ الله هدایتت بکنه. نگو تو نگو، این شرمندگی است برای تو، نمیزیبد. و تنبیه نتی مرا تنبیه نتی که خوب دقت بکن بگو. ما را الله تنبیه دادگی است که شما هر آن سخنی که میکنید در اساس قرآن و سنت باشه. پیامبر تنبیه دادگی که من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که در حق ما در حق دین ما دروغ میگه جای نشستش در جهنم است. انا این است تنبیه ما از جانب الله رسول است. تنبیه ما تو کی هستی که به ما تنبیه میدی؟ خار زور. باری دیگر میگم چی میتوانی بکنی بکن، فراموش نکن که به سری خودت هم باید چی میاد. فکر میکنی که ما کدام پرتاب هستیم؟ یا تو فکر کردی که در همین افیر برآمده های 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 بگویی مثل یک زنی بیوه یگون چی میشود؟ کی میترسد از تو؟ همون ترسنده است، یک شرمنده است. اصلا نیستی از تو برو گپ زده و ببینیم تو چی کیفته. ابو محمد مدنی در دیدن جمال من، در دیدن روی من نو دیوانه شده است. تو کی هستی من تو ببینم؟ وای ببینم. نمیبینی، تو مرا نمیبینی. ایشان بچت محمد مردک نمیدونیم ترا با مکنیه بچت برای چی تو برای ما را نشون دادیسته. تو برای نامه که پدرت مونده سمورت مون الکساندرت نمون با اینها دموکراتیا خواه بودیم. شرم بود به شما کذابین، شرم بود به شما قبوری ها، شرم بود به شما جوهلا، بی مدنیت ها، بی آداب ها، بی اخلاق ها، نامرد ها. ذره اگر آزادی میدونستید یک نامی من به این قدر هجوم نمی کردید. صدها بار میگد که من توی نمیستم چی به ابو محمد گفتی، چی به فرزندت گفتی، خودت نگفتی. تو کی هستی؟ پدرت چی به این تو گفته؟ تو مریض نیستی؟ تو این مرد زن دارد، این مرد فرزند دارد، یک دوری اسپکیت نبیتین یک کمی دم بگیرد. این مریض است، این به کدام خطا کردین خواب دیده شده است. این چی است؟ محمد اقبال مریض نیستی؟ تبابت بگیر. و با تو چی فرق دارد؟ نامی من چی است؟ نامی فرزندی من چی است؟ اعوذ بالله. برای ما را نشون دادیسته. تو برای نامه که پدرت مونده سمورت مون الکساندرت نمونده که برای نام تا نامعقول کردی. تو کار ندار من به کدام نام بخوام میبرایم. تو چی این و تو چی فرق دار؟ شرم بود.
اینها یک روز ببینید اگر بناگو حکومت در دستش باشد، اگر من تصور میکنم که اینها جاهل ها حکومت در دست باشد، ما را از همون میسروفکه میگذارن به خاطر یک ناممون شد. نام یک چیزی که از نظر قرآن و سنت انسان تغییر دادنش درست است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی صحابه ها را خودشون نامهایشون را تغییر میدادن. پیامبر نام صحابه را تغییر میدادن. بارک الله فیکم. این هیچ باکی ندارد. پس انا همین است که ما باید بدونیم. ببینیم کمتر دیگر صحبت مونده است. ببینیم چی گفتی که بخت بود در جای نوم کردگی؟ نگوی تری چیزو بار دیگر بکن. هم روشن ببرد. این به من نصیحت کردی سن. نگو من چی کار خواهم میگم؟ تو به تو چی درد؟ تو خودت کیس کردیستی؟ همه تاجیک باید از تو چگونه ناموندن اجازت بگیره؟ یک پیشوایت نامهای معین کرد نشد، اگه تو میخوای پیشوای دوم شوی نام معین بکنی. نامعقول کردین مشرکین کفار طاغوت. بزنن دستی برداره اشکال میکنن، گپ میزنن. ما احترام میکنیم اون را با همه اون چیزی که هست، چون که مردک برای نو ترسیده برآمده است. مردک گپ میزنه با چهره خودش. احترام دارم برادرایی که با چهره خودش میبره گپ میزنه. یگان مشکل احترامی تو را هیچ کس قدر ندارد. باور کن در نزد من احترام کردنی تو یگان کسی احترام کنیم شرمندگی. تو احترام کردن و احترام شدن تو در این درجه نیستی. تو پیش از این که انسان ها را احترام بکنی خودت احترام بکن. خودت احترام بکن. احترام اول از خود شروع میشه. هر کسی که خودش احترام میکند بعد از این به یک آداب اخلاق میره. وقتی که انسان به درجه پسترین پلیدی مریضی کسلی میرود، انا همون وقت بعد خودش احترام نمیکنه که این درجه پایان ترین است. درجه پایان ترین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکا را بعضیش میگفتن که همین مشرک، لیکن اگر همین مسلمان شود اسلام عزت می‌یابد. الله برای که اینها مرد بودند، در حالت مشرکی هم مرد بودند، صادق بودند. اینها وجدان داشتند، فطرت پاک داشتند. اما تو اگر اسلامت اگر حاضر اعلام بکنی بعد از 2 روز با همه را شرمنده میکنی. برای که تو نامرد هستی، وجدان نداری، تو فطرت تغییر یافته است. الله هدایتت بکنه. اشکال نداره. برای که اون همون چیز شد برام از گپ زد از بچه رای اساسی خودش. ولی تو یه آدم مجهولی، یه آدم مجهول اصلی، مجهول نسبی، همه چیزی. یا شاگرد ابوبکر بغدادی تو هیچ کس نیستی. مجهولی همه چیز میگه، از علم همه چیز میگه. دروغ میگویی. جواب این است که بهتان میگویی. من کی بودنم اهل علم میداند، مرد بودنم اهل علم میداند، من الحمدلله پاک بودنم اهل علم میداند، برادران موحدم میداند. حاجت به دانستن تو نیست. تو ندانی هم باکی ندارد. تو دشنام کنی هم باکی ندارد. تو اگر اسلام طعنه نمیزدی دشنام میکردی من به تو پروا نداشتم. من هر روز دشنام بکن، بعد از این پروا ندارم. تو یک مریض هستی، باید توبت بشه. ما مرد بودن خود به شما چگونه اثبات بکنیم؟ خودت بگو چگونه اثبات بکنیم؟ مگر همین رسانیدن قرآن و سنت با صدای مردی کافی نیست؟ یا شاگرد ابوبکر بغدادی تو هیچ کس نیستی. این تهمت است. ابوبکر بغدادی او خودش به نزد الله رفت، هر کاری که کرد الله به خودش جواب میداد. خطا کرد، درست کرد و ظلم کرد یا نکرد، او کاری وی است. هر کسی که رفت به نزد الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تسبوا الاموات، مرده های دشنام نتید فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اینها به نزد این کردشون رفتند. الله از همه بهترین جزا دهنده است. بعد از مردن گپی زیادتی شرط نیست. الله خودش بهترین جزا دهنده است. تو به من طعنه نزن. منم حضور که میگم که تو شاگرد طالبان هستی. چی میشدیم؟ تو شاگرد طالبان هستی. تو همین طالبی قبوری شاگرد کرده، تربیه کرده است. چی میشه عاقبت؟ منم میتوانم این خیلی گپ بزنم. تو هم شاگرد هستی میگم امکان چی میشه؟ جهالت بس بی. شاگرد غربی و جهالت بس بی. کودکی بس بی. ان شاء الله که ما هم اکسته پیدا میکنیم، بنویسیم کاملا با همه جایی که معلوم است، معروف است. داره یعنی ببینید ما جهات پیدا میکنیم، مینویسیم.
شما بزغاله ها غیر از همین با چیکار کرده میتوان؟ کار شما همین است. این ریده شما است، این نجاست شما است. پیامبر صلی الله علیه و سلم لا یسلمه، اگر یک کس خودش مسلمان دعوا کند دیگر کس کافر و تولنش در کار. و شیخ سلیمان العلوان رحم حفظه الله و فک اسره میگه که هر کسی که دیده دانسته یک طالب علم مسلمانه، یک مسلمانه طاغوت میسپارد و میداند که اینا نابود میکنن یا میکنن، این مرتد است و این آخرتش سوختگی است. آخر شما بزغاله ها غیر از همین یک آدم فروختن چی کار دارید؟ شما از همین روزی که پیدا شدید غیر از بزغالگی و فروشی و خیانت چی کار کردید؟ به خاطر یک مخالف یک نفر جوان من به اینها مخالفت کردم، طاقت مخالفت رو ندارم. من یک وقتی حیران میشدم که اینها چرا بین همدیگر اینها اینقدر ضدیت دارن، همین مبارزه ها به همدیگر شب شب دارند. من اکنون فهمیدم که اینها طاقت مخالف نداشتن. شما به این هنرتون به این جای نمیرسید، شما همین یکدیگرتون میخورید، شما هیچ جا نمیرید. شما یگانه کاری که کرده میتونید سری مسلمان ها رو میخورید، دیگه از دست شما چی نمیاد. با این هنری که دارید با اینها خودشون سیاستمدار پلیتیک میگیرن. شرم داریم پلیتیک هم نیستن، هیچی هم نیستن، فقط بوزی داریم، بوز هستنشون. پیدا میکنیم بنویسیم کاملا با همه جون معلوم است، معروف است. برای چرا دیگه همین قصه پشتالی پیچی نگه تر ابوداجو بعد جوانو ناآگاهی داشت با همین ابوداجولا دیگه گوشش میکنن با میگنش که با این ابوداجولا طریق است. اینا حسد دارن، اینها کینه دارن، اینها مردن که چی به در میدان ملت توجیک یک تا ابو محمد گفته اینها یک نقشه دارن که باید در همین ملت توجیک یگان نفر نه از جانب دین نه از جانب دنیا بلند نشه. اینها همین نهضتی ها هم راهبران دین، پیشوایان دین، علمای دین، فتوا دهندگان دین هم اینا هستند. بهترین سیاستمدار، اقتصاددان، پروگرامیست، بهترین بوزها هم اینا هست. اینا هم نمیخواد. هم مرحمت ما بوزیه به شما دادیم، اما بگذارید که مردم توجیک هم فکر و اندیشه خودشه مسلمانیشه بگوید. اینا نمیگذارن. کی شما رو به این مردم توجیک لیدر گذاشت؟ کی شما رو گفت که شما هر کس خواهید میگذارید نخواهید نمیگذارید؟ این باندیتیزم شما میره در دیگر جا میکنید. باندیتیزم است در سال 1992 شما کردید، مخالف شما این کفار طاغوتا کردن، هر دو شما کفار باندیتی کردید، در بین اسلام شما نابود کردید، مسلمان ها رو خارزار کردید. الله خار کند بوزکو شما لیدر نیستید، شما بزغاله هستید. الله حفظتون نکند و خارتون. قبل از اینکه یک حکم میبرونه ابوداجو اول ترابش نسیمه بعد میدونیم من تو رو نمیشناسم. همین یک ویدیو که تی بر اومدن فکر میکنی شیمی کسلیم پوشیدی بر اومدی شونه کردی یک ریشوت زیبا کردی خیال میکنی یک کریمای سفید زدی همه تو رو میشناسن همه زیبا هستی تمام تو خوب است. تاریخ تا فراموش نمیکنی. احتیاط باش که درباره تاریخ یک کتاب ننویسی. چه هم احتیاط هم که در بالای ما نویسی گفتی خودت به ترمه ببری، در درون ترمه با درباره یک چند مجله کتاب ننویسی. الله دیتا بکنن. ما هم تهدید داریم با احتیاط شب که با خودت هم از بودت بدتر نشوی. تو فکر نکن که ما تو نمیدونیم. خوب اندیشه کن، تو هم خیلی اندیشه کن، پیش از صحبت کردن اندیشه کن. و بزغالگیت در حکومتی ها میکنی. امیدوارم که ابوداجولا میرسوننش یا یگان امیدوارم که ابوداجولا میرسونن. منم میگم که امیدوارم که این دیوس به هم دیوسی دینی و دنیوی به شما انشالله صحبتهای من میرسونید. امیدوارم که دیوس میبیند. بله هست که باید که حتما برسه به ابوداجولی، یعنی که نعوذ بالله چه ابو محمدی مدنی رو کرده است. اعوذ بالله. زاد در تاریخ ترکیبی با میگه که با داخل میگه که نعوذ بالله خودش ابو محمدی مدنی کرده است. ابو محمدی مدنی کردن این یگان من خودم یگان راب گفتم، یگان گفت شما خدا گفتم، من خودم چی گفتم؟ من پدری محمد گفتم. مدنی این شاید به فرزندی من داخل داشته باشد. بی عقل.
فرزندی من یک چندش در مدینه تولد شد. اما اینها حسد دارن. حسد عاقبتش انمین است که مردم به هر گپ کور میبرن. امام بخاری، امام ترمذی ایت در تصور بودن که نام منطقه خودشون بودن. امام ترمذی امام بخاری نگو، امام همین حدیثاش نگو تو مشرک هستی در اساس سخن منو. شرم میداره که مردم سوق پتینکا شپک میکنن میکشن. شرم میداره که مردم سوق پتینکا شپک میکنن میکشن. نه، من از یک کسی شرم نمیدارم. من اگه جای شرمی بگویم از اظهار کردن دینم، من جای شرم ندارم. من فخر کرده دین خودم آشکار میکنم، سربلندانه آشکار میکنم. من خودم عزتمندانه دینم آشکار میکنم و حق میگم. من به مردم سوق، به مردم دوشنبه، به یگان مردم من کار ندارم و من تاجیکا را از همدیگر جدا نمیکنم. من مثل شما نیستم که جنوبی ها مردند و سعودی ها بودی کند، یا بعضیتون سعودی ها اینند و جنوبی ها اینند. ما این خیلی کارهایی که طاغوت و کمونیست تعلیم داده نمیکنیم. برای ما همه مسلمان برادر است. سعودی های مسلمان، دوشنبه، قرغان تپه، کولاب، همه اینها که مسلمان هستند، از یزغلام و ونج و اینها برادری ما هستند. خواهر برادر ما احترام در حقشون دعا میکنیم، اگرچه ما در آشکار نگفته باشد هم در گرد خانه کعبه چندین بار دعا کردیم در حق ملت تاجیک، در حق مسلمان های تاجیک، که الله سبحانه و تعالی این مسلمان ها را، تاجیک ها را، مسلمان ها را که من در بین همونها تولد شدم، در بین همونها کلان شدم، در بین همونها مسلمان شدم، این الحمدلله ما خرسند هستیم و در حقشون دعا میکنیم که الله اینها را هدایت کند، ثابت قدم در هدایت بماند، همشون خوشبخت بکند و نگهشون بدارد. ما با نه دوشنبگی نه با سعودی هیچ کاری بدی نکردیم و هیچ جای شرم هم نداریم. هر کسی سخن ما را قبول کند بهترین است، قبول نکند هم کاری او است. ما هیچ کس مجبور نکردیم. ما یگان اداره اجازت نامه نکشودیم که شما از ما اومده اجازت بگیرید، نامت اجازت بگیر، فامیلت اجازت بگیر، به نامت برو، به رسمت برو. این خیلی ما کار نداریم. این کارهای شما است، جوهل بوزهای و جاسوسهای همون طاغوت ها. انا این است جواب در مدت 2 ساعت به یکی از دجال های زمانه، به یکی از استفاده برندگان مردم به نام دین اسلام، به یکی از تحقیر کنندگان دین، استهزا کنندگان، انکار کنندگان احکام الهی و اسلام را استفاده برندگان انمین است. و بار دیگر خطاب ما به شما این است که دین اسلام را استفاده نبرید و ما مسلمان هستیم و از همین دین خود، البته که این مقدسات ما است. دین، قرآن، سنت، این مقدسات ما است. شما اینا به هر کجا استفاده برید، ما خاموش نمیستیم. پس ملت تاجیک، جوانهای تاجیک، موافق هستید یا مخالف هستید، عقل خود کار کنید، تأمل کنید، اندیشه کنید و از الله سبحانه و تعالی طلب هدایت بکنید. الله همه ما را هدایت بکند، کمبودی های ما را ببخشد. الله انا همین محمد اقبال را هم هدایت بکند و اگر شایسته هدایت نباشد خود الله به ارزش کارش برسد و خودش عجایب قدرتش را در بالایش نشان بدهد. و همین از صحبت ما و از الله طلب میکنیم که الله خودت ما را حفظ بکنی، طاغوت‌هایی که در بالای ما تاخت و تاز میکنند از اونها ما را حفظ بکنی. ما به تو پناه میبریم از طاغوت‌ها، از ظلماتی ترمه ها، از بدی ها. ما هیچ وقت منمنی نکردیم، هیچ وقت طلب ابتلا نکردیم. ما به تو پناه میبریم ای الله از ابتلای تو، به تو پناه میبریم از فتنه های ظاهر و باطن. خودت این درس های ما را درس های مبارکه و مداوم قرار بده، سبب منتشر شدن توحید قرار بده و سبب نابود شدن شرک و مشرکین و کفر کافرین قرار بده. و اگر از این دنیا، در این دنیا به هر ابتلایی که ما را الله گرفتار کردی ثابت قدم بودنمون و یقین داشتنمون و با صبر بودنمون و حسن خاتمه را نصیب بکنی. چگونه که شیخ الاسلام رحمه الله گفتند که قتل ما در این دنیا این شهادت برای ما هست. ما را قتل بکنید پس ما را به شهادت وادار کردید. و
حبس کردن ما این خلوت شدن ما به الله است و از یک زمین به زمین دیگر ما را فرار کنانیدن این سیروگشت برای ما است. در همه حالت دست ما بالا است، در همه حالت ما غلبه داریم. این دنیا برای هیچ کسی باقی نیست که برای ما باقی باشد. اگر باقی می بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی بود. اما بهترین مرگ همان است که به خاطر الله باشد. بدترین مرگ همان است که به خاطر شرک و کفر باشد. بهترین مرگ همان است که در حالت دست بلندی و عزتمندی و سربلندی و مردانگی و بلا اله الا الله محمد رسول الله باشد. بدترین مرد با نامردی، با خیانت، با جاسوسی و در آمیخته به کفر شرک باشد. الله هدایتمون کن، ثابت قدم نگهمون بدار، خودت زبان درازان را خودت به سرانجام کارشان برسی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. و نصیحت من به برادرها همین است که کسانی که درس‌های بنده را گوش میکنند، نصیحت من به شما همین است که به مخالف خود زیاده روی نکنید. همیشه در اساس قرآن و سنت صحبت بکنید. آن چیزی که الله و رسول گفته بگوید و آن چیزی که الله و رسول نگفته نگوید. هیچ کسی را به خانواده‌اش طعنه نزنید، به زنش، به مادرش، به خانه‌اش. هیچ وقت همه تاجیکستان کافر است این سخن را نگوید. این منهج ما نیست، این غلو کرده است. هیچ وقت به خود باوری کرده دیگرها را حقارت‌های دشنام نکنید. دشنام این همیشه پلید است، دشنام همیشه بد است. آرام، با آرامی، با گفتن حق ان شاء الله دین الله را نصرت بدید و در حق بنده در دعا باشید. ما هم ان شاء الله در حق شما در دعا هستیم. بله، برادرهای خودم اگر باشند، برادرهای خودم به بالای ایما برند، اگر صحبت کردنی باشند صحبت بکنند. مدیراتورها برادرهای خودم را بالا بکنید. اگر کسی در همین مسئله بعد سوال داشته باشد بیاید سوال بکند. با که ندارد.